فصل نهم. آوایبو.com. از راه مخفی خودم از خانه بیرون زدم. این بار تلاش کردم حتی رانی سلطنتی هم از خروجم مطلع نشود. این موضوع چیزی نبود که بتوان در مورد آن به کسی اعتماد کرد. اکنون حتی به وفاداری مدیر به جناب مستدام هم مشکوک بودم و به نظرم این ملاقات یک ملاقات غیرقانونی به حساب می آمد. در ذهنم نقشه‌های متفاوتی داشتم که در صورت گرفتاری در مخمسه این ملاقات اسباب رهاییم را فراهم کند. اما در هر حال هیچ چیز قابل اعتمادی در این قضیه وجود نداشت. تصور می‌کردم قرارمان در یک خانه یا کافه‌ای دنج باشد. اما به یک بوتیک لباس مردانه رسیدم. دوباره آدرس را نگاه کردم. درست به نظر می آمد. وارد شدم و به دنبال یافتن نشانه‌ای گشتی در بوتیک زدم. مشتری دیگری در مغازه نبود. دقایقی بعد مرد موقری که فروشنده به نظر می آمد با احترام نزدیکم شد و لباس و کفش شیک و گرانی به دستم داد. به فروشگاه ما خوش آمدید. این لباسایی که انتخاب کردید، اگر مایلید میتونید اونها رو توی اتاق پرو امتحان کنید. و با چشم به گوشه‌ای از سالن اشاره کرد. من لباسی انتخاب نکرده بودم و این حرکت نمیتوانست تصادفی یا از سر اشتباه باشد. با تردید به انتهای بوتیک رفتم و سر تا پا لباس عوض کردم. سپس از اتاق پرو بیرون آمدم و مثل یک مشتری معمولی خود را در آینه ورانداز کردم. فروشنده به سمتم آمد و با صدای بلند گفت: بسیار برازنده شماست. سپس با اشاره به شیشه فروشگاه در گوشم نجوا کرد: ماشین مشکی بیرون منتظره تا شما رو به محل قرارتون برسونه. با تعجب برگشتم و به او نگاه کردم. در نگاهش به دنبال چیز مشکوکی میگشتم تا از تصمیمم منصرف شوم. اما چیزی ندیدم. شاید هم نمیخواستم ببینم. بیرون رفتم و روی صندلی عقب یک ماشین کلاسیک مشکی با شیشه های دودی نشستم. راننده بدون هیچ کلامی حرکت کرد و پس از گذر از چند خیابان وارد حیاط خانه بزرگی شد. آقای مدیر جلوی در به استقبالم آمد و با هم وارد خانه شدیم. خانه بزرگ و مجللی بود. احتمالاً یادگار دورانی که به جناب مستدام خدمات شایسته ای کرده بود. ببخشید که مجبور شدید لباستون رو عوض کنید. در هر حال هر دوی ما سالها توی این نظام خدمت کردیم و با نحوه کنترل اونها آشناییم و البته که احتیاط شرط عقله. واقعیت این بود که قبلا راجع به این موضوع فکر نکرده بودم. اوایل ورودم یک بار آگاهنده به استراق سمع سرپرست ارشد قبلی اشاره کرده بود. اما تصور می کردم بعد از رفتارهای مشکوکش این روند آغاز شده است. اکنون دریافته بودم این کنترل‌ها بخشی از زندگی افراد سیاسی این منطقه و احتمالاً سایر کشوره. گفتم: بله متوجهم، اما من تمام لباسهام رو به طور تصادفی از بوتیک‌های مختلف شهر انتخاب می‌کنم و هیچ وقت خرید رو به زیر دستام واگذار نمی‌کنم تا همچین مشکلاتی برام پیش نیاد. به هر حال شبها می‌خوابید. معمولاً وقتی خواب هستید محافظین شما از فرصت استفاده می‌کنن و GPS و وسایل شنود توی لباس و کفشتون کار می‌ذارن. وقتی نگاه متعجب مرا دید لبخند زد. نگران نباشید، کسی از خونه شما به من گزارش نمیده. این روال جناب آگاهنده است. سالهاست به این طریق سرپرست‌های ارشد منطقه رو شنود و کنترل میکنه. روی مبل وسط سالن نشستیم و در سکوت خیره شدیم به یکدیگر. نگاهش برایم کمی عجیب بود، کمی آشنا و کمی ترسناک. امنیت گره خورده با ترس و ناامنی. پس از دقایقی گفت: خوشحالم که دوباره میبینمت. وقتی از اینجا میرفتی پسر کوچیکی بودی. فکر نمی کردم. از اینجا؟ منظورتون چیه؟ من قبلا اینجا نبودم. معذرت میخوام. فکر کردم میدونیم. راستش پدر و مادرت توی این منطقه زندگی میکردن و تو خواهرت هم همینجا به دنیا آمدید.
متحیر از روی صندلی بلند شدم و دست به پیشانیم کشیدم. بازار بزرگ را دیدم که با پدر و مادرم در آنجا می گشتم. با روی برج بلند شهر را به یاد آوردم که در بازار به آن خیره می شدم و داستانهای کودکانه می بافتم. می دانستم قبلاً به اینجا آمدم، اما این که به این منطقه تعلق داشتم بحث دیگری بود. چرا کسی در این رابطه با من حرفی نزده بود؟ چرا مرا به محل زندگی گذشتم فرستاده بودند؟ آیا تعمدی در کار بود؟ بستگانم چه شده بودند؟ خواهرم، من یک خواهر داشتم. دختر موطلایی رویاهایم را دیدم که جلوی مادرم راه می رفت. نفسهایش به من می خورد، دستش را دورم حلقه کرده بود. دستی به شانه‌ام خورد. از جا پریدم. مدیر لبخند زد و مرا دعوت به نشستن کرد. 2 عکس قدیمی در دست داشت. این عکس‌ها مال جوانی‌های من و پدر و مادرته. عکس دست جمعی رنگ رو رفته ای را نشانم داد. پیدا بود سالها در گنجه خاک خورده است. پدر و مادرم را سریع شناختم، اما مدتی طول کشید تا مدیر را تشخیص دهم. پس از گذشت دقایقی انگشت روی یکی از شخصیت‌های عکس گذاشت. دقت کردم. جناب مستدام بود. با تعجب نگاهش کردم. نمیدونم میدونی یا نه. من و پدر و مادرت عضو جبهه انقلاب مستدام بودیم. چند سال برای پیروزی اون و استقرار حکومتش زحمت کشیدیم و تلاش کردیم. به سمت میز گوشه سالن رفت. روزهای خوشی بود. یادش بخیر. بعدش چی شد؟ خودت چی فکر میکنی؟ و در حالی که برای هر دوی ما نوشیدنی میریخت گفت: یعنی به تو چی گفتن؟ اینکه پدر و مادرم توی یه عملیات علیه دشمن محاصره و کشته شدن و برای احترام و سپاس از خدماتشون من که تنها بازمانده‌شون هستم تحت سرپرستی دولت بزرگ شدم. اما خواهرم، کسی تا حالا راجع به اون به هم حرفی نزده بود. چه بلایی سرش اومد؟ مدیر در حالی که لیوان نوشیدنی رو به دستم میداد گفت: متاسفانه اونم کشته شد. و بعد از نوشیدن جرعه‌ای ادامه داد: البته تا حدی بهت راست گفتن، اما این همه حقیقت نیست. خانوادت طی یه عملیات دستگیر و کشته شدن. اما عملیات علیه دشمن نبود، علیه مستدام بود و خود اون هم دستور اعدام اعضای خانوادت رو صادر کرد. مبهوت نگاهش کردم. بلند شدم و لیوان از دستم افتاد. تلو تلو خوران به سمت در ورودی راه افتادم. خواست مانع خروجم شود. کنارش زدم و فریاد کشیدم: دروغگو! میدونستم هدفت از این ملاقات دروغگوییه. میدم اعدامت کنن، هم خودت رو همون دختر آشوبگرت رو. به سمت در هجوم بردم. قفل بود. هر چه کردم نتونستم بازش کنم. مشت به در میکوبیدم بلکه کسی از آن طرف صدا را بشنود. اطراف در را گشتم شاید کلید را پیدا کنم. مدیر دورتر ایستاده بود و مرا تماشا می‌کرد. به سمتش هجوم بردم برای پیدا کردن کلید. مرا پس زد. با او درگیر شدم. مشت محکمی به صورتم زد. نقش زمین شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. نمیدانم چقدر بیهوش بودم. چشم که باز کردم سقف منقش به نقاشی‌های زیبا را دیدم. چقدر برایم آشنا بود. به نظرم قبلاً بارها به آن خیره شده بودم. دیگر جای تعجب نداشت. به حتم قبلاً در این خانه بودم. همراه پدر و مادرم و شاید هم خواهرم. یک خواهر داشتم. خواهری با موهای طلایی و صاف. تنها چیزی که از او به خاطر داشتم همین بود. در اعماق وجودم می دانستم یک جای کار می لنگد. علی‌رغم آنچه به من گفته شده بود و برخلاف روال پرورشگاه، هرگز اجازه نیافتم سر خاک خانواده‌ام بروم. هرگز مراسم یادبودی برایشان برگزار نشد و هیچ مدال شجاعتی به اسمشان صادر نگردید. همیشه از خودم میپرسیدم چرا نامشان در کتاب‌های درسی کودکان نیست و مانند سایر قهرمانان در موردشان داستان پردازی نمی شود.
اما هرگز نفهمیدم. به جز اینها غم چهره پدر و مادرم در تنها عکس به جا مانده از آنها همیشه برایم سؤال برانگیز بود. آری، در حقیقت جایی در اعماق وجودم می دانستم چیزی از من پنهان شده است. سر جایم نشستم. مدیر روبرویم منتظر نشسته بود. لبخند زد. خوشحالم که به هوش اومدی. متاسفم. اما باید واقعیت رو می دونستی. نمیدونم چقدر وقت دارم و فرصتی برای مقدمه چینی نداشتم. چرا پدر و مادرم به جناب مستدام خیانت کردند؟ نفس عمیقی کشید و نگاهش را به دورتر دوخت. راستش مطمئن نیستم دقیقاً کی به کی خیانت کرد. پدرت و جناب مستدام پا به پای هم برای این انقلاب زحمت کشیدن و قرار بود بعد از استقرار حکومت جدید هر دو یکسان در حکومت نقش داشته باشند. حتی نحوه چیدمان قدرت و اداره کشور رو هم با هم طراحی کرده بودند و در موردش با هم به توافق رسیده بودند. مستدام به شدت عقاید افراطی داشت و با جو انقلابی اون زمان هم همخوانی بیشتری داشت. پدرت میانه رو بود و بعد از انقلاب مخالف خیلی از افراطیگری ها. همین باعث انزوای اون شد. مستدام رفته رفته قدرت بیشتری گرفت و بعد تمام مخالفینش از جمله همه طرفدارهای پدرت توی ارتش رو حذف فیزیکی کرد و پدرت رو کاملا منزوی کرد. ولی به خاطر نفوذ زیادی که پدرت داشت جرأت نمی‌کرد بهش آسیب بزنه. بعد از مدتی متوجه شد پدرت فعالیت‌هایی رو برای برکناریش شروع کرده و همین هم بهانه‌ای شد که والدینت رو از سر راه برداره. چرا منو زنده نگه داشت؟ چرا همه این سالها به من محبت و ازم حمایت کرد؟ نمیدونم، شاید به خاطر عذاب وجدان، شاید هم دلیل دیگه ای داشت. مثلا چه دلایلی؟ ببین پسرم، چیزهای زیادی برای دونستن هست، اما اول باید دخترم رو آزاد کنیم. گذشته بی‌ارزش من در برابر آزادی دختر تو؟ چرا فکر کردی همچین معامله نابرابری رو میپذیرم؟ گذشته هر کس بخشی از هویتشه. من به تو هویتت رو میدم و تو هم دخترم رو. از اون مهمتر این که وقتی که از گذشتت اطلاع داشته باشی اطرافیانت رو بهتر میشناسی و میتونی دوست و دشمنت رو تشخیص بدی. به جلو خم شد و آرام گفت واقعیت اینه که تو از خیلی چیزا خبر نداری. این ممکنه باعث بشه مرتکب اشتباه فاحشی بشی که به قیمت جونت تموم شه. منطقی به نظر می رسید. برخاستم، نفس عمیقی کشیدم و گفتم راجع بهش فکر می کنم. فقط سریعتر. وضعیت دخترم چندان رو به راه نیست. ظاهراً خیلی تحت فشاره. هنوز معامله رو قبول نکردم. فقط گفتم راجع بهش فکر می کنم. ملتمسانه دست روی شانه‌ام گذاشت. آرمان بزرگ، ازت خواهش می کنم که هر کاری از دستت برمیاد انجام بدی. به خاطر یه دوست قدیمی و خانوادگی. نتوانستم مقاومت کنم. سرم را به نشانه تایید تکان دادم و به سمت در راه افتادم. این بار قفل نبود. برگشتم. کی بیام دیدنت؟ خودم پیدات میکنم. فراموش نکن وقت نداریم. باید هر چه زودتر یه کاری بکنیم. باید فکر کنم و ببینم چه کار میتونم بکنم. ممنونم. قبل از اینکه از خانه خارج شوم مکث کردم. اسم خواهرم چی بود؟ رویای آزادی. 5 سال از تو بزرگتر بود. سر تکان دادم و به سمت خانه ام راه افتادم. فصل 10. avogaboo.com صبح که از خواب بیدار شدم پیش از هر کاری سراغ کفش جدیدم رفتم و با دقت آن را زیر و رو کردم. آنقدر دقیق که توانستم GPS بسیار ریزی را که در پاشنه‌اش جاسازی شده بود تشخیص دهم. حداقل تا اینجا حق با مدیر بود. باید چه کار می کردم؟ سر صبحانه خیلی با خودم کلنجار رفتم. اما بهتر دیدم در این مورد چیزی به آگاهنده نگویم. اگر دستم را رو می کردم ممکن بود روشش را تغییر دهد.
بهتر بود تصور کند در این مورد دست بالا را دارد. بیشتر شب گذشته را بیمار بودم و پهلو به پهلو شده بودم. فکر و خیال لحظه ای رهایم نکرده بود. تصمیم گرفتم به بهانه بیماری چند ساعتی مرخصی بگیرم. در حقیقت مدیر شوک بزرگی به من وارد کرده بود. باورش سخت بود. تمام این سالها صادقانه به کسی خدمت کرده بودم که قاتل خانواده‌ام بود. مانند یک پدر عاشقش بودم و ستایشش می کردم. تمام رفتارهای افراطی و ظالمانه‌اش را می دیدم و همواره در دلم توجیهی برای آنها می بافتم مبادا در علاقه‌ام به او خدشه‌ای وارد شود. دستور قتل خواهر 8 ساله‌ام را داده بود. بچه‌ای که هیچ گناهی نداشت. راستی چرا مرا نکشته بود؟ شاید هرگز تصور نمی کرد واقعیت را بفهمم. شاید هم می‌خواست به این طریق پدر و مادرم را در آن دنیا هم عذاب دهد. تمام عشق و علاقه‌ام به او یک شبه بدل به نفرت شده بود. نه فقط از او بلکه از پدر و مادرم که به جای رسیدگی به فرزندانشان سودای قدرت در سر داشتند. از مدیر که با بیان واقعیت اینطور سردرگمم کرده بود و از تمام این شهر که داشت مرا به ورطه نابودی می‌کشاند متنفر شده بودم. مانند یک روح سرگردان در خانه پرسه می‌زدم و به همه بد و بیراه می‌گفتم. رفته رفته عصبانیتم بیشتر می‌شد و نمی‌دانستم باید چه کنم. درونم آتش فشانی در حال فوران بود. انبر شومینه را برداشتم و در خانه گشتم. هر چیز شکستنی که می‌دیدم با ضربه‌ای خرد می‌کردم و لذت می‌بردم. برای هر ضربه انگار یکی از افراد درون ذهنم را نشانه گرفته بودم. کریستال‌های قیمتی و زینتی یکی پس از دیگری می‌شکستند. دستهایم را باز کردم و چرخیدم و با حرکات موزون هر چیزی را که دم دستم رسید شکستم. بدون اینکه متوجه شوم انبر به قاب عکس خانوادگیم برخورد کرد. قاب با شدت روی زمین افتاد و چند تکه شد. شوکه شدم. این تنها یادگار خانوادگیم بود. تنها چیزی که در تمام سالهای عمرم برایم نقش خانواده را داشت. شبهای زیادی در پرورشگاه قاب را کنار خود روی تخت می‌خواباندم و ساعتها با آن حرف می‌زدم. انگار از ورای تصویر حرفهایم شنیده می‌شد. کمکم می‌کرد احساس تنهایی نکنم و فکر کنم کسانی در آن دنیا هستند که دوستم دارند. مستعسل کنار قاب روی زمین نشستم. بغضم ترکید و گریه کردم. عکس داخل قاب را بیرون کشیدم و به قلبم فشردم. نمیدانم چه مدت گذشت تا کمی سبک شدم. نگاهی به دور و برم انداختم. چه افتضاحی به بار آورده بودم. باید همه را جمع و جور می کردم. چون احتمالاً خدمه حال و روزم را به آگاهنده خبر می دادند. دیگر نمیدانستم دچار توهم شدم یا نگرانی هایم واقعی است. فقط احساس می کردم دائما زیر ذره بین هستم. تکه های قاب را برداشتم تا دور بیاندازم. قاب از هم گسسته شد و بین قسمت های شکسته توجهم به یک کاغذ کوچک تا شده که با دقت میان دو قسمت قاب جاسازی شده بود جلب شد. کاغذ را برداشتم. متن کوتاهی بود که انگار سالها از نوشتنش می‌گذشت. شبیه یک اعتراف نامه به نظر می رسید. آن را چند بار خواندم. به قلم پدرم بود. ناگهان نور امیدی در قلبم تابید. انگار انگیزه و هدفی پیدا کرده بودم. باید انتقام می گرفتم. نمی دانستم باید چه کنم و به چه کسی اعتماد کنم. اما متقاعد شده بودم آمدنم به اینجا و این اتفاقات نمی تواند تصادفی باشد. مطمئن بودم ادامه راه را پیدا خواهم کرد. یاد زیبای زمان افتادم و اینکه چگونه باید بدون برانگیختن هیچ شکی او را از این مخمسه خلاص کنم. او کلید جلب اعتماد مدیر و به دست آوردن اطلاعات بیشتر بود. آماده بیرون رفتن شدم. عکس پدر و مادرم را در دست گرفتم و گفتم تمام این سالها به کسایی خدمت کردم که ما را از هم جدا کردن. حتما اون دنیا بابت این موضوع عذاب زیادی کشیدید. ولی دیگه کافیه. از الان به بعد
نوبت اوناست. به سمت اداره راه افتادم. در ماشین ساکت بودم و به خوشوبش رانی سلطنتی توجه نکردم. از او هم متنفر بودم. با خود فکر کردم هیچ کس اینجا صادق نیست. خیلی بعید بود مأمور آگاهنده نباشد. شاید جاسوس چند جانبه بود و به مدیر هم راپورت مرا میداد. حتما همین بود که این همه سال در این سمت کار کرده بود. غیر از این امکان نداشت. به اداره رسیدم و مشغول کار شدم. خودم هم باور نمی کردم اینجور سخت جان باشم و بعد از چیزهایی که از سر گذراندم سر پا بایستم. باید کاری برای زیبای زمان انجام می دادم. در اتاق قدم زدم و فکر کردم. باید خیلی محتاط می بودم. قبلا خود را نور چشمی جناب مستدام می دیدم و باور داشتم از خطاهای احتمالیم خواهد گذشت. اما اکنون به نظرم هر اشتباهی هر چقدر ناچیز ممکن بود عواقب سنگینی برایم داشته باشد. باید حواسم را حسابی جمع می کردم. پروندهش را از منشی گرفتم و مطالعه کردم. عکسش در پرونده بود. چه دختر زیبایی با موهای صاف طلایی. با خودم فکر کردم رویای آزادی هم اگر زنده بود باید در همین سن و سال می بود. لحظه امیدی در قلبم جوانه زد. اما سریع به خود نهیب زدم آرزوی محال نداشته باش. پرونده را بارها و بارها خواندم. دنبال دستاویزی برای چنگ زدن می گشتم. اما چیز خاصی پیدا نمی کردم. ضربه‌ای به در اتاق خورد. بفرمایید. مشاور اجرایی وارد شد. جناب امیدوالا، ظاهراً پرونده آشوبگر دانشگاه رو از بایگانی گرفتید. اتفاقی افتاده؟ فقط خواستم بخونم ببینم چیزی توش پیدا میکنم یا نه. چه چیزی باید پیدا کنید؟ نگاه خصمانه‌ای به او انداختم. کمی خود را جمع و جور کرد. جسارت نباشه، منظورم اینه که اگه کمکی از دستم برمیاد در خدمتم. به نشستن دعوتش کردم. جناب مشاور اجرایی، واقعیت اینه که فکر میکنم اعترافات زیبای زمان یه سناریوی تکراری و بدون خلاقیته. دلم میخواد برداشت بهتری از این موضوع بکنیم. چشمایش را ریز کرد و به فکر فرو رفت. منم با شما موافقم. این کار خیلی کلیشه‌ایه. اما اگه به خاطر داشته باشید این دستور راهنمای ارشده. مطمئناً اگه ما برنامه بهتری داشته باشیم ایشون هم موافقت میکنن. برخواستم تا تأثیرگذارتر باشم. ببینید حضور این آدم توی برنامه مستند بیشتر از این که جرائم زندانی رو روشن کنه به مخاطب القا میکنه ما باهاش چیکار کردیم که حاضر شه اینطوری علیه خودش توی تلویزیون حرف بزنه. در مقابل چه اتفاقی میفته؟ این خیلی زود تبدیل به یک مهره سوخته میشه و بعد از آزادی همدلی و شفقت زیادی رو دریافت میکنه. هدف من اینه که از این فرد استفاده ارزشمندتری در مسیر اهدافمون بکنیم و به جای اینکه به سرعت این برگ برنده رو رو کنیم ببینیم چه بازی‌های دیگه‌ای میشه باهاش انجام داد. سری به علامت تحسین و تایید تکان دادم. خیلی جالبه. آفرین به شما. من فکر میکنم میتونیم جلسه‌ای در این مورد ترتیب بدیم تا نظر بقیه رو هم جویا بشیم. موافق نیستم. ممکنه لازم بشه کمی محتاط‌تر عمل کنیم و تصمیمی بگیریم که محرمانه تلقی میشه. لطفاً شما و جناب آگاهنده ساعت 12 بیاین به اتاق من تا در این مورد صحبت کنیم. بله، حتما با ایشون هماهنگ میکنم. منتظرتونم. مشاور اجرایی و آگاهنده ساعت 12 به اتاقم آمدند. پس از گذشت چند ساعت هنوز ایده چندان جالبی برای خلاصی زیبای زمان نداشتم. یاد حرف مدیر افتادم. وقت تنگه. به عنوان یک دوست قدیمی و خانوادگی چیزهای زیادی برای دونستن هست. باید یک کاری می کردم. جناب آگاهنده، همینطور که 2 ساعت پیش به مشاور اجرایی گفتم، از نظر من پروژه مستندسازی از زیبای زمان یه سناریوی تکراری و به قول ایشون کلیشه‌ایه. به نظرم با یه حرکت هوشمندانه میتونیم برداشت بهتری از این بازداشت بکنیم. به جلو خم شد. پیشنهاد شما چیه؟ آب دهانم را قورت دادم. کمی ترسیده بودم. احساس می کردم با ارائه این پیشنهاد دستم رو می شود و پی به اهداف اصلیم خواهند برد.
اما چاره ای نداشتم. سعی کردم خونسرد به نظر برسم. به نظر من شایعه کنیم که 2 نفر از رهبران امواج آزادی به خاطر اثبات بیگناهی زیبای زمان خودشون رو تسلیم کردن و الان توی بازداشتن. زیبای زمان رو آزاد کنیم و با این کار دوباره حرف گروه امواج آزادی بخش رو سر زبونها بندازیم. وقتی مردم ببینن رهبران این گروه برای آزادی یه بیگناه حاضر شدن خودشون رو تسلیم کنن، احتمالاً به محبوبیتشون اضافه میشه. در چهره‌ها دقیق شدم تا بازخورد حرفم رو ارزیابی کنم. مشاور اجرایی در حال بررسی پیشنهادم بود. در چهرهش مخالفتی نمی‌دیدم. آگاهنده با سوءظن نگاهش را به من دوخته بود و منتظر بود حرفم را تکمیل کنم. اما من حرف دیگری برای گفتن نداشتم. بعد از دقایقی سکوت شانه‌هایم را بالا انداختم و گفتم به نظرم ایده خوبیه. دوباره در مورد این گروه بحث و گفتگو میشه و مردم اونها رو سمت خودشون میبینن. وقتی بعد از مدتی آزاد بشن مطمئناً راحت‌تر میتونن افراد رو جذب کنن. سوءظن همدستی اونها با حکومت هم به خاطر بازداشت و تحمل حبس حداقل تا مدتی از بین میره. آگاهنده گفت مثل همیشه ایده خوبی دارید جناب امیدوالا. فقط من نفهمیدم دقیقاً چه لزومی داره زیبای زمان رو آزاد کنیم. ما میتونیم 2 نفر رهبر دست نشونده خودمون رو در امواج آزادی بخش دستگیر و بعد از مدتی هم آزاد کنیم تا با محبوبیت بیشتر به جامعه برگردن. این مدت هم با اطلاع رسانی و شایعه سازی و رهبر جایگزین بحث پیرامون این گروه رو داغ نگه می‌داریم. نفسم رو با صدا بیرون دادم. ببینید جناب آگاهنده، دستگیری این افراد ممکنه سوءظن همدستی با حکومت رو برای مدتی از بین ببره. اما به تنهایی قادر نیست اون همدلی و محبتی رو که در حال حاضر بهش نیاز داریم ایجاد کنه. ما در وهله اول باید این ایده رو توی ذهن خود زیبای زمان جا بندازیم که به چه علت آزاد میشه. بعد این خبر رو به طور غیر رسمی در صفحات اجتماعی پخش کنیم و سعی کنیم از رهبران امواج آزادی افرادی انسان دوست و حساس و عدالتخواه بسازیم. مهمترین سند اثبات حرفهای ما هم در واقع خود زیبای زمانه که بعد از سختی‌های زیاد به خاطر عمل تحسین برانگیز اونها آزاد شده و توی جامعه حضور داره. به نظر من صرف دستگیری رهبران امواج آزادی اون گفتمانی رو که ما خواهانش هستیم ایجاد نمی‌کنه. آگاهنده که به نظر می رسید از این گفتگو کلافه شده، ضربه‌ای به پرونده زیر دستش زد و گفت شما هر جور می خواهید ایده بدید. اما اون آشوبگر کوچولو آزاد نخواهد شد. این پرونده رو می بینید، اطلاعات مهمی در مورد اون و پدرش جمع آوری کردم. اگه این پرونده تکمیل بشه، جرمش خیلی سنگین تر از این حرف است. بنابراین فقط قبول می کنم با هماهنگی راهنمای ارشد پرونده مستندسازی رو فعلا به تعویق بندازیم. اما آزادی اون توی شرایط فعلی تقریباً غیر ممکنه. قلبم هوری ریخت. فکر اینجا را نکرده بودم. پس دلیل نگرانی مدیر فقط اتفاقات دانشگاه بازرگانی نبود. او از حقایق دیگری می ترسید که چیزی از آنها به من نگفته بود. کمی از دستش عصبانی بودم. پرسیدم میشه بدونم از چه نوع جرایمی صحبت می کنید؟ پرونده رو برداشت و بلند شد. فعلا نمیتونم اطلاعاتی در اختیارتون بذارم. فقط خواستم در جریان باشید که تحقیقاتی در حال انجامه و به محض کامل شدن جزئیاتش پرونده رو برای مطالعه در اختیارتون قرار خواهم داد. با اجازه شما. به سمت در حرکت کرد. باید کاری میکردم. ایستادم و گفتم این موضوع ربطی به اون نداره. تا زمان تکمیل شدن پرونده شما ما به هدف این پروژه رسیدیم و وقتی آبها از آسیاب افتاد مجدداً برای جرم جدید دستگیرش میکنیم. ما الان نیاز به افزایش محبوبیت امواج آزادی داریم. ایستاد و مردد مرا نگاه کرد. به نظرم زیاده روی کرده بودم. اما کاری بود که شده بود و نباید از آن برمیگشتم. چند قدمی به سمتش برداشتم و ادامه دادم ببینید جناب آگاهنده، من خیلی احساس شرمندگی و ناامیدی میکنم که توی منطقه تحت کنترلم همچین اتفاقی افتاده. دلم میخواد حداقل در مورد مأموریتی که راهنمای ارشد به عهده ما گذاشته موفق عمل کنیم. ما نیاز به خلاقیتی داریم که حاصل ایده خودمون باشه، نه صرفاً اجرای دستورات.
خواهش میکنم توی این مورد همراهی کنید. جو موجود کمی به نفع من تغییر کرد. آگاهنده به سمتم آمد و به نشانه حمایت دست روی شانه‌ام گذاشت. من احساس شما رو درک میکنم و خودم هم همین احساس رو دارم. اما نگران نباشید. با تکمیل تحقیقاتم میتونیم خدمت شایسته‌ای رو به جناب مستدام بکنیم. فعلاً باید زیبای زمان توی زندان بمونه. ممکنه به محض آزادی از کشور فرار کنه و اون وقت دیگه نمیتونیم پاسخگوی این آبروریزی باشیم. قائله را باختم. نقشم به طور کامل شکست خورد. باید فکر دیگری میکردم. لبخند تلخی زدم و سری به نشانه تایید تکان دادم. هر دو مرد خداحافظی کردند و رفتند. فصل 11. avogaboo.com کمتر پیش می آمد در مذاکره ای شکست بخورم و به هدفم نرسم. این یکی از آن موارد نادر بود. دور اتاق راه می رفتم و از عصبانیت به خودم می پیچیدم. نه تنها شکست خورده بودم بلکه فهمیده بودم از حقایق بسیاری بیخبرم. آقای مدیر علیرغم اینکه برای آزادی دخترش به من نیاز داشت، حقایقی را از من پنهان کرده بود که اکنون برگ برنده آگاهنده شده بود. اگر تمام جزئیات را می دانستم، شاید برنامه ریزی دقیق تری برای مذاکره می کردم و اینطور احمق جلوه نمی کردم. کسی چه می داند؟ شاید هم دانستن حقایق شرایط را به کل تغییر می داد. از سادگی خودم کلافه بودم. صداقت مدیر و اظهار رفاقتش را باور کرده و این گونه جلوی آگاهنده و مشاور اجرایی تحقیر شده بودم. دیگر نمیدانستم به چه کسی میتوانم اعتماد کنم. همه داشتند مخفی کاری میکردند. بعضی در نهان و عده‌ای آشکارا. پشت میز نشستم و سرم را بین دستهایم گرفتم. من حتی نیروی قابل اعتمادی برای کسب اطلاعات نداشتم. طی این سالها آموخته بودم یکی از منابع اصلی قدرت اطلاعات است و این همان چیزی بود که اکنون داشت علیهم استفاده میشد. کمی با خودم اندیشیدم و به این نتیجه رسیدم که به هیچ کس غیر از خودم نمیتوانم اعتماد کنم. باید به طریقی کسب اطلاعات میکردم وگرنه این بازی را کامل میباختم. تصمیم گرفتم یک گپ خودمانی با آگاهنده بزنم. فکر کردم شاید روش‌هایی که سابقاً در بازجویی افراد برای تخلیه اطلاعات یاد گرفتم اینجا به کار آید. فهمیده بودیم اغلب افرادی که برای فعالیت‌های خود هدف و مقصد متعالی قائل هستند در تحمل شکنجه‌های جسمی و روحی مقاومت بی‌نظیری از خود نشان می‌دهند. آنها حاضر بودند بمیرند اما اطلاعاتی که از افراد یا هدف‌های سازمانشان دارند را بروز ندهند. تهدید اعضای خانواده بر رویشان اثر کمتری داشت و معتقد بودند برای مقاصد والایشان این فداکاری‌ها لازم است. بنابراین با مشورت با روانشناسان نظام طرح دیگری در موردشان به اجرا درآمد که اغلب کارآمدتر از روش‌های قبل بود. نه شکنجه‌ای در کار بود، نه تهدید و نه تطمیعی. اول متهم را به این باور می‌رساندیم که مدت‌ها تحت کنترل ما بوده و همه چیز را راجع به او می‌دانیم. بعد ضمن یک صحبت دوستانه اطلاعات اندک خود را ارائه می‌دادیم و نکات دیگر را از زبان او می‌شنیدیم. متهم که باور داشت ما همه چیز را می‌دانیم، گاهی برای تبرئه خود یا دوستانش اطلاعات ارزشمندی در اختیارمان می‌گذاشت. این وسط فقط تعداد کمی از افراد آنقدر باهوش بودند که بدانند برای شکست این روند کافی است کمتر صحبت کنند. افرادی که مسائل را فقط تایید یا تکذیب می‌کردند و در عین احترام از ایجاد رابطه دوستانه با ما پرهیز می‌کردند. بیشتر افراد در فشار روحی بازداشت این ابراز دوستی ما را با جان و دل می‌پذیرفتند و با باور اینکه قصد کمک به آنها را داریم هر آنچه می‌دانستند را با ما شریک می‌شدند. بارها وسوسه شده بودم بعد از اتمام بازجویی و تخلیه اطلاعاتی به متهم بگویم ابداً انسان مهم و سرشناسی نبوده که ما این میزان وقت و امکانات خود را برای کنترل او صرف نماییم و آنچه میدانیم محصول حرافی‌های خودش است. اما هرگز این کار را نکردم تا شایعه اشراف ما به همه چیز
دهان به دهان نقل شود و عموم جامعه به چنین باوری برسند. با خودم فکر کردم شاید این روش در فضایی متفاوت و روی آگاهنده نیز مؤثر واقع شود. از اتاق بیرون رفتم. در طول راهرو اطلاعات اندکم را طبقه بندی کردم تا به بهترین شکل ارائه دهم. قضیه محافظین و GPS، گذشته خودم در اینجا، موضوع رانی سلطنتی و غیره. اولین بار بود که شخصاً به اتاقش مراجعه می کردم. کارها اغلب از طریق منشی انجام می شد. این کار را به نوعی اعمال قدرت می دانستم. اما اکنون دریافته بودم قدرت را از منبع اشتباهی خواستم. ضربه‌ای به در زدم. صدایی نیامد. فهمیدم داخل اتاق نیست. با اطمینان از قفل بودن در، دستگیره را امتحان کردم و در نهایت ناباوری در باز شد. این یعنی به زودی باز می گشت. از سر کنجکاوی سرکی به داخل اتاق کشیدم. فکر کردم در شأن من نیست، منتظرش بمانم و بهتر است بازگردم. ناگهان چشمم به پرونده قرمز روی میز افتاد. همان پرونده‌ای که از زیبای زمان جمع‌آوری کرده و ساعاتی پیش در جلسه به رخم کشیده بود. در کسری از ثانیه از ذهنم گذشت نگاهی به آن بیندازم. آن وقت دیگر لازم نبود پروژه اخیرم را پیش ببرم. به تردیدم غلبه کردم، وارد اتاق شدم، در را بستم و پرونده را باز کردم. به حدی هیجان زده بودم که نمی توانستم تمرکز کنم. چندین برگه داخل پرونده بود. فکر کردم بهتر است با گوشی از آنها عکس بگیرم تا بعداً سر فرصت مطالعهشان کنم. اما تا گوشی را درآوردم صدای گفتگویی از بیرون آمد. کسی به سمت اتاق می آمد. باید سریع تصمیم می گرفتم. اول خواستم پرونده را بردارم، اما به نظرم رسید غیبت پرونده آگاهنده را مشکوک می کند. آن را سر جایش گذاشتم و فوراً به سمت در اتاق راه افتادم. فرصت کافی برای خروج نبود. به اطراف نگاهی انداختم. یک میز کار و یک کمد و یک کتابخانه. باید سریع تصمیم می گرفتم. نمی دانستم کار درستی کردم یا نه. اگر مرا می دید به هیچ طریقی نمی شد این افتضاح را توجیه کرد. چه شد که به اینجا رسیدم؟ گوشیم را در وضعیت ساکت قرار دادم مبادا صدایش اوضاع را از این پیچیده تر کند. آگاهنده و مشاور اجرایی در حالی که گرم صحبت بودند وارد اتاق شدند. با اینکه چیزی نمیدیدم از نوع صحبتشان دریافتم متوجه حضور من نشدند. آگاهنده گفت دنبال این میگشتم. توی کافه همش فکرم اینجا بود. نگران پرونده بودم. این رو بذار توی کمد. مشاور اجرایی به سمت کمد حرکت کرد. چشمهایم را بستم. در کمد را باز کرد و پرونده را داخل آن گذاشت. خوششانس بودم که کمد را انتخاب نکرده بود، چون اول به نظرم مناسب ترین گزینه آمده بود. در یک شکاف بین دیوار و پنجره پشت پرده ایستاده بودم و تکان نمیخوردم. هم پرده ها ضخیم بودند و هم مبلمان مانع دید مناسب به سرتاسر پرده میشد. جای مناسبی به نظر می آمد. اما نمیدانستم تا چه زمانی باید بی حرکت بمانم. آگاهنده گفت نگفتی چرا اینطور فکر میکنی؟ نمیدونم، ولی به نظرم پروژهش بیشتر از هر بحثی روی آزادی زیبای زمان متمرکز بود. گوشهایم تیز شد. مطمئناً راجع به من حرف میزدند. به نظر من اینجور نیومد. فکر کنم بیشتر میخواد این افتضاح رو راستوریس کنه. یه جورایی داره دست و پا میزنه بلکه بتونه جایگاه قبلیش رو به دست بیاره. مکث کرد. به نظرم داشت سیگارش رو روشن میکرد. سپس ادامه داد. اصلاً چرا باید همچین کاری بکنه؟ حداقل اینجا همه میدونن مدیر بود که به پدرش خیانت کرد و اونا رو لو داد. یادت نیست یاور اول و زنش تقریباً فرار کرده بودن؟ اگه خیانت مدیر نبود ما هیچ وقت نمیتونستیم پیداشون کنیم. سر همینم مدیر تا مدتها نور چشمی جناب مستدام بود و کلی هم از امکانات استفاده کرد. فرو ریختم. تمام روشنی‌های زندگیم ناگهان تیره و تار شد. سرم را به دیوار تکیه دادم. دلم می‌خواست خون گریه کنم. چه کرده بودم که باید اینگونه تقاص پس می‌دادم؟ مرا به جایی فرستاده بودند و با کسانی دمخور شده بودم که قاتل خانواده‌ام بودند. اینها با من چه کرده بودند؟ همه خائن، همه قاتل.
هر روز با کسانی نشست و برخاست می کردم که خانواده‌ام را از هم پاشیده و به هیچ یک از ما رحم نکرده بودند. فقط یه چیز هست که هنوز مطمئن نیستم. در صدای آگاهنده شوقی غیرعادی را احساس می کردم. یاور اول 2 بچه داشت. یه دختر و یه پسر، یادته؟ آره یادمه. دخترش که فکر کنم اسمش رویای آزادی بود و چون 8 ساله بود از نظر جناب مستدام بزرگسال محسوب می شد و باهاش مثل پدر و مادرش رفتار شد. پسرش هم که همین امید والاس. خب نکته همین جاست. یاور اول بچه ها رو پنهون کرده بود. جناب مدیر بچه ها رو پیدا کرد. دختره رو کشت و دفن کرد. پسره رو هم فرستاد خونه رفاه دولت. هیچکس جنازه دختر بچه رو ندید. اون زمان اعتماد زیادی به مدیر وجود داشت و کسی در صحت حرفش شک نکرد. حالا بگو ببینم همسر مدیر رو یادته؟ همسرش؟ یه چیزایی یادمه. اون وقتا 1-2 بار دیده بودمش. شنیدم ظاهراً بعد از پاکسازی‌های گسترده از زندگی توی اینجا ترسیده و خانواده‌اش رو رها کرده و رفته خارج. میگفتن بچه رو هم با خودش نبرده و مدیر همه این سالها دست تنها دخترش رو بزرگ کرده. دقیقاً. حالا اینجا رو گوش کن. زیبای زمان از نظر سن و سال خیلی به دختر یاور اول نزدیکه. وقتی داشتم پروندهش رو مطالعه می‌کردم این نکته رو فهمیدم. از کجا معلوم آقای مدیر دختر خودش رو پیش مادرش نفرستاده باشه و رویای آزادی رو به جای زیبای زمان جا نزده باشه؟ هیچ کدوم از ما اون 2 بچه رو از نزدیک ندیده بودیم. اینطوری خیلی راحت اون رو بزرگ کرده و کسی هم به اون شک نکرده. صدای نفس عمیقش رو شنیدم. به هر حال چند روز آینده این موضوع روشن میشه. نیروهام رو فرستادم دنبال همسر سابقش و خواستم از جزئیات زندگیش آگاه شن. به زودی میفهمیم زیبای زمان واقعی کسیه که میگه یا مرده‌ایه که سالها با هویت یکی دیگه زندگی کرده. اگه اینطور باشه دلیل اعتراضات و فعالیتاش هم کاملا روشنه. چه داستان عجیبی. بعد از شنیدن این چیزا حتما باید یه سیگار بکشم. اینجا نه. برو جلوی پنجره. وای خدای من. قبل از اینکه دیده شوم باید کاری میکردم. با احتیاط گوشیم را بیرون آوردم و به منشیم پیغام دادم فوراً آگاهنده و مشاور اجرایی را برای جلسه در اتاقم خبر کند. تأکید کردم همین حالا. وای بیرون سرده، اما حالا که اصرار میکنه چاره‌ای نیست. به سمت پنجره گام برداشت. در دل دعا کردم اتفاقی بیفتد. صدای پایش نزدیک و لحظه‌ای متوقف شد. پرسید: فندکم روی میزه؟ تقی به در نواخته شد و منشی وارد شد و پیغام را منتقل کرد. همانطور که گفته بودم تأکید کرد من همین الان منتظرشان هستم. مشاور اجرایی زیر لب غرولندی کرد و همراه آگاهنده بیرون رفت. نفس راحتی کشیدم و آرام از پشت پرده بیرون آمدم. پس از آن امید محال من خیلی هم بی دلیل نبود. چیزی در رفتار مدیر وجود داشت که او را به من وابسته می کرد و احساس دین و اعتماد در من به وجود می آورد. آیا ممکن بود زیبای زمان همان رویای آزادی باشد؟ اگر بود، آیا می توانستم با او مطابق قانون رفتار کنم؟ باید با این هویت تازه چه می کردم؟ چگونه چنین چیزی ممکن بود؟ نمی دانستم چه کنم. فقط می دانستم دیگر نمی توانم با نقاب بیخیالی به این زندگی ادامه دهم. باید همین امروز تکلیفم را روشن می کردم. مدیر خیلی از واقعیت‌ها را به من بدهکار بود. با احتیاط از اتاق بیرون آمدم. باقی رفتارهایم دست خودم نبود. از پله‌ها پایین رفتم و خود را به ماشین اداره رساندم. رانی سلطنتی در حال تمیز کردن شیشه ماشین بود. دستم را به سمتش دراز کردم. سویچ. متحیر از حال و روزم مرا نگاه کرد. قربان بفرمایید کجا تشریف؟ فریاد زدم. گفتم سویچ. گیج و مبهوت سویچ را به سمتم گرفت. سوار شدم و با سرعت سرسام‌آوری حرکت کردم. مقصدم را می دانستم. باید تکلیفم را با مدیر روشن می کردم. وسط راه کفش‌هایم را از پنجره بیرون انداختم. به خانه‌اش رسیدم و جلوی خانه کمی مکث کرد. همیشه حس می کردم رانی سلطنتی فقط یک راننده نیست
و احتمالاً نقش محافظت از مرا نیز بر عهده دارد. بنابراین باید در این ماشین اسلحه جاسازی شده باشد. در داشبورد به دنبال اسلحه گشتم و در نهایت یک کلت کمری کوچک پیدا کردم. با خودم گفتم امروز اینجا حقیقت روشن میشه و وای به حالت اگر حقیقت چیزی باشه که شنیدم. خواستم پیاده شوم که در خانه باز شد. در صندلی فرو رفتم تا دیده نشوم و باز چیزی دیدم که اصلاً انتظارش را نداشتم. گلاور همراه مدیر از خانه بیرون آمد. یاد آن شب در کافه افتادم و تظاهر هر دو به اینکه شناخت کمی از هم دارند، اما حالا کاملا مشخص بود صمیمیت زیادی بینشان وجود دارد. چند جمله صحبت کردند، سپس مدیر پیشانی او را بوسید و از هم جدا شدند. دست روی سرم گذاشتم. تمام این مدت گلاور می دانست من کیم و او بود که آن شب جای مرا به مدیر گفته بود. اینها چه کسانی بودند و چه ارتباطی با هم داشتند؟ مطمئناً مرا بازیچه دست خود کرده بودند تا به اهداف دیگری برسند. باور نمی کردم رو دست خورده باشم. به اشتباه به رانی سلطنتی شک کرده بودم. در واقع دستی دستی خود را عامل نفوذ گروهی خرابکار قرار داده بودم. نقشه‌ام عوض شد. گوشیم را برداشتم و به گلاور زنگ زدم. الو، سلام عزیزم، چطوری؟ خوبم، تو خوبی؟ کجایی؟ من؟ کمی مکث کرد. من بازارچه‌ام. چقدر عالی. من هم بازارچه‌ام، اومدم دنبالت. با هم بریم بیرون. ای وای، ببخشید. من در واقع راه افتادم که برم خونه. الان توی راه خونه‌ام. جداً؟ دقیقاً کجا؟ آخه امروز ماشین دارم. آها، من تقریبا رسیدم خونه. اگه دوست داری بیا اینجا. آره، فکر بدی نیست. پس میبینمت. باشه، منتظرم. تماس را قطع کردم. تمام عشق و علاقه‌ام به او در لحظه از بین رفت. گلاور اولین کسی بود که در احساسم با او صادق بودم. با صدای بلند گفتم این هم نتیجه صداقت. حالا قانع شدی که عشق واقعی وجود نداره؟ باید همچین چیزی رو تجربه می‌کردی تا بفهمی. با اون ظاهر معصوم این جور من رو به بازیچه خودش قرار داد. کی باور می‌کرد من با این همه تجربه توی دام همچین آدمی بیفتم؟ به سمت خانه‌اش راه افتادم. وقتی آنجا رسیدم فکر کردم شاید قضیه جور دیگری باشد. هنوز اندکی امید در دلم سوسو می‌زد. کنار خانه‌اش مزرعه بزرگی از گل‌های رنگارنگ بود. گلاور را دیدم. آنجا مشغول کار بود. وارد شدم. وقتی به من لبخند زد دلم گرفت. آرزو کردم کاش این اتفاقها نیفتاده بود. با تعجب به پاهای برهنه‌ام نگاه کرد و من تازه یاد وضعیتم افتادم. لبخندی تصنعی زدم. ببخشید، با عجله از خونه اومدم بیرون. جداً؟ چرا؟ چیزی شده؟ پدر بزرگ و مادر بزرگم از منطقه مرکزی اومدن دیدنم و دوست دارن تو رو از نزدیک ببینن. اومدم دنبالت ببرمت اونجا. چیزی در نگاهش تغییر کرد و معذب شد. لعنتی، فهمید دروغ میگویم و این یعنی او مرا میشناخت و میدانست خانواده ای ندارم. دستمال دستش را آرام باز کرد. انگار داشت زمان میخرید تا فکر کند. خیلی خوشحالم برات. فقط من یکم گرفتارم الان. یعنی چطور بگم؟ آمادگی دیدن خانوادت رو ندارم. لباسام مناسب نیست. نفسش بند آمده بود. نمیدانم از نگاه من میترسید یا فهمیده بود دستش رو شده. دستش را گرفتم و به سمت خودم کشیدم. مهم نیست. دلشون میخواد عروس آیندهشون رو ببینن. سعی کردم او را به سمت ماشین ببرم. دستش را از دستم بیرون کشید و با عصبانیت گفتم الان نمیخوام بیام. شاید فردا. به هر حال یه مدت پیشت میمونن دیگه. با خشم به سمتش برگشتم و به طرف دیوار هلش دادم. دست روی گلویش گذاشتم و فشردم. رنگ از رخش پرید. بهت یه فرصت دادم تا بیگناهیت رو ثابت کنی. اما فهمیدم تمام این مدت داشتی بهم دروغ میگفتی. تو میدونی من کیم. پس حتما هم میدونی چه کارهایی از دستم برمیاد، نه؟ ولش کردم و گوشی را از جیبم بیرون کشیدم. الان با یه تلفن کل باندتون رو منهدم میکنم و کاری میکنم آرزو کنی هیچ وقت به دنیا نمی اومدی. به سمتم حمله کرد و با دستانش ضربه محکمی به قفسه سینه‌ام زد. جوری که گوشی از دستم افتاد.
فریاد زد: منو بشناس، نگاهم کن و منو بشناس. نگاهش کردم، در بیداری به عالم خواب پرت شدم. دختر بچه جلوی مادرم برگشت و به من نگاه کرد. مادرم در کمد را باز کرد و ما را داخلش گذاشت. تاریکی، نفسهای آرام بخش دختر. حضورش مرا آرام کرد. در کمد باز شد. در سایه روشن محیط دستهایی را دیدم که مرا بغل کرد و از کمد بیرون آورد. دیدمش مدیر. به زمان حال برگشتم. گلاور همچنان فریاد میزد: منو نگاه کن. دستهایم را گرفت و آرام گفت: منم، رویای آزادی. دستهایم را پس کشیدم و عقب رفتم. پایم به جای گیر کرد و افتادم. به سمتم آمد. از خودم دورش کردم و پا به فرار گذاشتم. نمیدانستم از چه یا که. فقط میدانستم باید فرار کنم. دویدم. تا آنجا که میتوانستم سریع دویدم و دور شدم. فصل 12. آوایبور.com نمیدانم چند دقیقه یا چند ساعت راه رفتم. نمیدانم به کجاها رفتم و چه کسانی را ملاقات کردم. فقط زمانی به خودم آمدم که خورشید غروب کرده بود و من روبروی مزرعه گلاور ایستاده بودم. وارد مزرعه شدم. نگاهی به اطراف انداختم. گلاور نزدیک بوته گل رز مشغول کار بود. پشتش به من بود و مرا نمیدید. اما حضورم را حس کرد. برگشت. در راه بین دسته های گل با فاصله کوتاهی روبروی هم ایستاده بودیم. نمیدانستم به چه فکر می کنم یا چه احساسی دارم. فقط مبهوت اتفاقی بودم که ساعتی قبل افتاده بود. روبرویم چه کسی ایستاده بود؟ خواهرم، دختر موطلایی خوابهایم. گلاور تردید مرا دید. کمی لباسش را تکاند و با لبخند پیش آمد. تردیدم در جا از بین رفت و به سمتش رفتم. سرعتمان زیاد شد. دویدم و سفت در آغوشش گرفتم. چه آغوش گرم و مهربانی. پس آغوش خانواده این طعم را داشت. دستی به صورتم کشید و مرا بوسید. صورتش پر از اشک بود و صورتم را خیس می کرد. نه، فقط صورت او خیس نبود. من هم داشتم گریه می کردم. بعد از لحظاتی که نمیدانم چند دقیقه بود، دستم را گرفت و به سمت خانه هدایتم کرد. خانه این نقلی و نه چندان شیک. یک سالن کوچک داشت که انتهایش به آشپزخانه می رسید. 2 اتاق در یک سوی سالن و سرویس بهداشتی در سوی دیگرش کل خانه را تشکیل می داد. پیرمردی روی یکی از مبل‌های سالن نشسته بود و روزنامه می خواند. گلاور دستم را گرفت و مرا به سمتش برد. پیرمرد با تعجب به ما نگاه کرد. سمعکش را از روی میز برداشت و در گوشش فرو برد. گلاور گفت: بابا، آرمان بزرگ اومده. بالاخره بهش گفتم. چشمان پیرمرد خندید. درست مثل لبهایش. با من دست داد و گفت: خیلی وقت منتظر این لحظه است. خوشحالم که بالاخره اومدی. لبخند زدم و نگاهی به گلاور انداختم. بعد با هم پشت میز کوچک جلوی آشپزخانه نشستیم. گفت: حرفهای زیادی برای گفتن داریم. سوالهای زیادی دارم. خیلی گیج و منگم. نمیدونم اطرافم چه خبره و کی قابل اعتماده. حق داری، متاسفم. ولی نمیتونستم زودتر حقیقت رو بهت بگم. نمیدونستم واکنش چیه. حالا به هم بگو چی رو میخوای بدونی؟ همه چی رو. از اول. از همون خوابم. از همون روز که مامان ما رو گذاشت توی کمد. از چه خوابی حرف میزنی؟ خوابم را برایش تعریف کردم. چشمانش پر از اشک شد. باید از یکم قبلتر برات تعریف کنم. رویای آزادی بلند شد و از یکی از اتاقها آلبوم کوچک و رنگ رو رفته ای آورد. وقتی قرار بود فرار کنیم، از یه لحظه غفلت مدیر استفاده کردم و این آلبوم رو برداشتم. به خاطرش کلی بازخواست شدم. اما هنوزم فکر میکنم ارزشش رو داشت.
بعد شروع به ورق زدن آلبوم کرد. مستدام پدر و مادر هر سه عضو جبهه تغییر در حکومت گذشته بودند. پدر توی حکومت دیکتاتوری قبلی به پشتوانه پدرش که یکی از افراد قدرتمند اون زمان بود، جبهه تغییر رو تأسیس کرد و رفته رفته طرفدارهایی پیدا کرد و قدرت گرفت. مستدام و مدیر هم اوایل جزو طرفدارهای جبهه بودند، اما بعد از مدتی خودشون به عناصر اصلی حزب تبدیل شدند. مستدام که همیشه تشنه قدرت بود، جوری روی همه تأثیر میذاشت و اعمال قدرت میکرد که رفته رفته تبدیل به مرکز جبهه شد و پدر که در اصل بنیانگذار اون بود، شد یاور اول. پدر تفکرات میانه و آزادی خواه داشت و میخواست تغییرات بنیادی توی حکومت دیکتاتوری قبلی ایجاد کنه، با پرهیز از هر نوع خشونت. مستدام اما به شدت افراطی بود و البته کاریزماتیک و بیرحم. همین باعث شد قدرتش هر روز بیشتر بشه و ایده‌هاش رو جایگزین خواسته های اولیه سازمان بکنه. وقتی به پدر گفت قصد تغییر حکومت رو داره، پدر عملاً قدرتی برای مقابله با اون نداشت. اما از اونجایی که هنوز بین طرفدارها نفوذ زیادی داشت، برای همچین تغییری موافقتش لازم بود. اونها با هم نشستن و اصول تغییر و انتقال قدرت رو برنامه ریزی کردن. قرار شد با وجود تغییر حکومت هیچ خونریزی یا پاکسازی صورت نگیره و حتی رئیس حکومت پیشین با حفظ یک مقدار از اموالش توی کشور زندگی کنه و قدرت هم بین پدر و مستدام تقسیم شه تا زمانی که دولت منتخب مردم تشکیل شه و حکومت رو به دست بگیره. کارها طبق برنامه ریزی پیش رفت و تغییر حکومت انجام شد، اما بعدش اتفاقها اونجور که باید نیفتاد. مستدام که قدرت زیادی پیدا کرده بود، به خصوص بین ارتشی‌ها، به پشتوانه قدرت اونها شروع به محاکمه، اعدام، زندان و تبعید اعضای حکومت قبل کرد و این وسط به همین عناوین تعداد زیادی از افراد با نفوذ طرفدار پدر رو هم از سر راه برداشت. جالب اینجا بود که هیچ وقت به پدر و مادر کاری نداشت و حتی از اظهار رفاقت و دوستیش هم دست بر نداشت. پدر که اوضاع رو اینطوری دید، به نظرش اومد برای حفظ خودش و خانواده باید از حکومت کنار بکشه تا زمانی که قدرت مستدام کم شه یا جامعه اونطور آشوب زده و ملتهب نباشه. اون وقت اقدامی انجام بده. اون زمان من 2 ساله بودم. بیا این عکس رو نگاه کن. اینجا پدر از حکومت کنار کشیده و به عنوان استاد دانشگاه مشغول کار شده. به عکس نگاه کردم. چند سال گذشت. مستدام با اینکه همیشه از حضور پدر احساس نگرانی می‌کرد، به خودش اجازه نداد صدمه‌ای به اون یا خانوادش بزنه تا اینکه زنگ خانه به صدا درآمد. با نگرانی به رویا نگاه کردم. لبخند زد. نگران نباش، بعد از رفتنت به مدیر زنگ زدم. بعد در حالی که به سمت در میرفت ادامه داد: وقتی قضیه رو براش تعریف کردم و از حال و روزت گفتم، به هم اطمینان داد که برمیگردی. حتما خودشه. اومده ببینه چه خبره. رویای آزادی و مدیر وارد خانه شدند. مدیر نگاهی به من انداخت و لبخند زد. احساس می کردم در جمعی هستم که می توانم به آنها اعتماد کنم. اما پس قضیه خیانت چه؟ آیا ممکن بود رویا بخشی از حقیقت را نداند؟ با مدیر دست دادم و دوباره پشت میز نشستم. مدیر به آشپزخانه رفت. چای داری؟ نه، ولی اگه میشه برای ما هم دم کنید. خب داشتم میگفتم. بیا این عکس رو ببین. اینجا مامان تو رو باردار بود. حکومت خفقان وحشتناکی ایجاد کرده بود که به مراتب از دیکتاتوری قبلی بدتر بود. اما در هر حال زندگی ادامه داشت و باید زندگی میکردن. وقتی تو حدوداً 3 ساله شدی، یه روز مدیر به پدر گفت اسناد و مدارکی به دستش رسیده که نشون میده مستدام داره به کشور خیانت میکنه و تمام منابع کشور رو در اختیار کشور دیگه‌ای قرار داده تا به حفظ دیکتاتوریش کمک کنن. اون مدارک حتی نشون میدادن مستدام اقدام به خرابکاری‌های وحشتناکی توی چند کشور مختلف کرده. رو شدنشون نه تنها اون رو توی کشور دچار دردسر می‌کرد، بلکه ممکن بود از نظر بین‌المللی هم تحت پیگرد قرار بگیره.
اون زمان پدر مسئله رو با سرپرست ارشد منطقه که اعتماد زیادی بهش داشت مطرح کرد. اما سرپرست ارشد خیانت کرد و مسئله رو به اطلاع مستدام رسوند. مامان و بابا میخواستن فرار کنن، اما میدونستن نه زمانی برای فرار دارن و نه جایی که مستدام نتونه پیداشون کنه. پدر که میدونست خودش و مامان دیگه شانسی برای زنده موندن ندارن، تصمیم گرفت برای نجات ما ریسک کنه و با مدیر یه نقشه‌ای کشیدن. کسی که از نقش مدیر توی پیدا کردن اون مدارک اطلاع نداشت، بنابراین اون به عنوان نیروی وفادار به مستدام وارد صحنه شد و جای مخفی شدن پدر و مادر رو لو داد و با جلب اعتماد تلاش کرد ما رو نجات بده. نفس راحتی کشیدم. پس رویای آزادی از قضیه خیانت اطلاع داشت و همه اینها نقشه پدر و مادرمان برای نجات ما بود. انگار بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد. ناگهان خستگی ناشی از سردرگمی از بین رفت و چراغی در تاریکی برایم روشن شد که مسیر را نشان میداد. مدیر با سینی چای وارد شد و روی یکی از صندلی‌ها نشست. آها، این آلبوم که کلی بابتش دعوت کردم. نزدیک بود کل نقشه سر آوردنش به خطر بیفته. بیشتر بگید، میخوام همه چی رو بدونم. از خوابم بگو. مدیر یه خونه توی حاشیه شهر داشت که کمتر کسی از وجودش اطلاع داشت. خونه پر از پستوها و کمدهای مخفی بود. یکی از این پستوها یه اتاق حدوداً 10 متری پشت کتابخونه سالن بود که فقط با حرکت همزمان چند تا کتاب خاص باز میشد. مدیر وارد بحث شد. خونه رو خودم طراحی کرده بودم. قرار بود اون اتاق از طریق یه تونل به بیرون راه پیدا کنه. اما خفقانی که توی جامعه بود باعث شد بیخیال پروژه بشم. میترسیدم طراحی همچین خونه‌ای به گوش مستدام برسه و اون رو نسبت به من بدبین کنه. برای همین فقط به تعبیه چند جای مخفی توی خونه اکتفا کردم. مدیر مثلا پدر و مادر رو اونجا مخفی کرد و بعد جاشون رو به جناب مستدام لو داد. وقتی مأمورها برای دستگیری اونا اومدن، پدر و مادر ما رو توی پستوی کتابخونه گذاشتن و چند ساعت بعد مدیر اومد و ما رو با خودش برد. مستدام خیلی تلاش کرد مدارک رو پیدا کنه. اما از اونجایی که نمیخواست رسما وجود همچین مدارکی رو تایید کنه، هیچ وقت پیگیر قضیه نشد. سرپرست ارشد منطقه که در جریان ریز جزئیات بود، توی یه تصادف کشته شد و دستور اعدام پدر و مادر هم صادر شد. نظر مستدام این بود که هر دوی ما هم کشته بشیم تا هیچ اثری از خانواده‌مون باقی نمونه و مدیر مسئولیت این کار رو به عهده گرفت. قرار بود کاری کنم که هر دوتون مرده به نظر بیاین. اما موقع جابجایی آرمان به وسیله آگاهنده دستگیر شدم. مجبور شدم نقشه رو عوض کنم. با مستدام صحبت کردم و متقاعدش کردم که زنده بودن تو به نفع ماست. بهش گفتم شاید یاور اول علیه شما کارهای انجام میداده و حتما دستیارهایی داشته که برای نجات یا نزدیکی به تو اقدام خواهند کرد و ما از این طریق میتونیم همه رو شناسایی کنیم. وجود مدارک بیشتر از هر چیزی نگرانش کرده بود. به همین دلیل قانع شد که با توجه به کوچیکی تو خطری از جانب تو تهدیدش نمیکنه و شاید حتی به پیدا کردن مدارک هم کمک کنه. تو به خونه رفاه دولت سپرده شدی و سعی کردن با شستشوی مغزی یه وفادار تام به مستدام پرورش بدن، مثل بقیه بچه ها. خسته به پشتی صندلی تکیه دادم. خیلی عجیبه. همه این سالها هرگز احساس نکردم همچین گذشته‌ای دارم و احتمالاً مستدام ازم متنفره. مدیر گفت فکر نمی کنم این طور بوده باشه. رابطه هم می گفتن مستدام رفته رفته بهت علاقمند شده و حتی چند بار گفته دلش میخواد پسری مثل تو داشته باشه تا بتونه اون چرا که با این زحمت فراهم کرده براش به ارث بذاره. تو رو شبیه پسر نداشته خودش میدید و به همین خاطر هم هیچ وقت ازت متنفر نبود. زیبای زمان چی؟ اون واقعا دخترتونه؟ زیبای زمان خیلی کوچیک بود که مادرش تصمیم گرفت از کشور فرار کنیم. اما من نمیخواستم. یه جورایی خودم رو توی وضعیت به وجود آمده مقصر میدیدم و فکر میکردم باید بمونم و درستش کنم. یه شب بیخبر ما رو گذاشت و رفت.
وقتی رویای آزادی رو برداشتم، چند روزی توی خونه خودم مخفیش کردم. اما حدس می زدم ممکنه به من مشکوک بشن و هیچ وقت این ریسک رو نکردم که خودم بزرگش کنم. نگاهی به دور و بر انداختم و گفتم و اون وقت دادیش به گلاوران تا توی این خونه بزرگ بشه؟ معتمد بودن و مهربون. خانواده مناسبتر از اونا وجود نداشت. هیچ ارتباطی به نظام نداشتن و هرگز مورد سوء ظن قرار نمی گرفتن. رویای آزادی از روی تاقچه یک عکس آورد و گفت پدر و مادرم هیچ وقت بچه دار نشدن. من 8 ساله بودم و بزرگتر از اون که بشه به عنوان بچه تازه متولد شده خودشون جا بزنن. برای اینکه جلوی سوالات همسایه‌ها و شک و شبهه‌ها گرفته بشه، یه روز یه زن من رو با خودش به اینجا آورد و با داد و بیداد تحویل خانواده داد. گفت پدرم قبلاً به مادرم خیانت کرده و این همه سال با فرستادن پول من رو از همه پنهون کرده. ولی حالا مدتیه که پولی نفرستاده و اون هم دیگه نمیخواد من رو بزرگ کنه. عکس رو به سمتم گرفت. مادرم سالها نگاه ملامت‌آمیز و پرترحم دیگران رو تحمل کرد تا من رو صحیح و سالم نگه داره. با محبت بزرگم کرد و اونقدر به هم نزدیک شدیم که دیگه فراموش کردیم من به این خانواده تحمیل شدم. اون همیشه میگفت شاید بقیه فکر کنن من مجبور به قبول تو شدم، اما تو خوب میدونی که حضورت قلب من رو روشن کرد و به زندگی ما گرما داد. 3 سال پیش که فوت شد خیلی غمگین شدیم. اما به هر حال من و پدرم همدیگر رو داشتیم و این کمک بزرگی بود. من هیچ وقت تو رو فراموش نکردم و همیشه از طریق مدیر در جریان زندگیت بودم. مدارک چی شد؟ پیدا شدن؟ الان کجا هستن؟ متاسفانه هیچ وقت پیدا نشدن. فرمانده عملیات دستگیری من بودم و قرار بود هر وقت بهشون رسیدیم از پدرت بپرسم کجا پنهونشون کرده. اما آگاهنده که قصد خوشخدمتی به مستدام رو داشت، عملیات رو بیخبر از من پیش برد و من وقتی خبردار شدم که کار از کار گذشته بود. بعد دیگه نتونستم پدر یا مادرت رو خصوصی ملاقات کنم تا ازشون درباره این سوال کنم. وجب به وجب خونه خودم رو گشتم، اما چیزی پیدا نکردم. الان دیگه اون مدارک رو فراموش کردیم و برای ایجاد تغییرات مورد نظرمون به چیزهای دیگه تکیه کردیم. ایجاد تغییر؟ با ترس ادامه دادم. منظورتون چیه؟ سکوت سنگینی برقرار شد. ناگهان بدون اینکه کسی چیزی بگوید نگران از جا بلند شدم و گفتم خدای من، نه، یعنی شما وای نمیدونید دارید چی کار میکنید. به مدیر اشاره کردم. یعنی تو و زیبای زمان همون اره و چکش هستید؟ گروه ضربه نهایی؟ مدیر گفت درسته، زیبای زمان اره است و چکش هم منم. با حیرت به سمت رویای آزادی برگشتم. لبخند زد. مات و مبهوت نشستم. اما گفته بودن رهبراش یه خانم و یه آقا هستن. احتمالاً اطلاعاتشون ناقصه. ناگهان یاد موضوعی افتادم. دوباره بلند شدم و در حالی که با وحشت عرض اتاق را بالا و پایین می رفتم گفتم پس آگاهنده برای همین اصرار داشت زیبای زمان رو توی زندان نگه داره. اون این ارتباط رو فهمیده. خدای من، وضعیت خیلی وخیم‌تر از چیزی که فکر می کردم. باید یه کاری بکنیم. مدیر گفت از همین می ترسیدم. می دونستم اسامی مستعار مدت زیادی کار نمی کنن. رویای آزادی به من تشر زد. بگیر بشین، به اندازه کافی استرس داریم. باید یه فکری بکنیم. اگه مشخص بشه زیبای زمان همون ارس دیگه نمیتونیم براش کاری بکنیم. آخه این چه حماقتی بود که کردید. اصلاً چی شد که زیبای زمان سر از زندان در آورد؟ خیلی تصادفی. بعد از اینکه سرپرست ارشد منطقه مرد، شایعه شد که مدارک علیه مستدام وجود داره و به زودی منتشر میشه. مستدام که دیگه وجود اون مدارک رو فراموش کرده بود، به شدت ترسید و برگ برنده ای رو که سالها کنار خودش نگه داشته بود رو کرد. یعنی تو. احتمالاً تو رو به منطقه فرستاده تا ببینه کسی سراغت میاد و ازت کمک میخواد یا نه. این تنها امیدش برای پیدا کردن مدارک بود.
یاد حرف آگاهنده در جلسه افتادم که پرسید منتظر کسی هستید یا شاید منتظر بسته پستی؟ پس در تمام این مدت منتظر بودند کسی سراغ من بیاید. برنامه این بود که وقتی از خونه بیرون اومدی و شروع به خوشگذرونی کردی، زیبای زمان بهت نزدیک بشه و وارد رابطه بشید. اما تو بهش توجه نشون ندادی و در کمال ناباوری به من نزدیک شدی. اینجا بود که نقشه عوض شد. یاد اولین ملاقاتمان افتادم. گفتم اولین بار که توی خیابان دیدمت سه چرخت چپ کرده بود. رویای آزادی خندید. از خونه به بازارچه چند تا مسیر هست. مسیری که من میرفتم تقریباً دورترین مسیر بود و از جلوی شهربانی میگذشت. انتخابش کرده بودم به این امید که گاهی از دور ببینمت، ولی وقتی دیدمت خیلی شوکه شدم. اونقدری که کنترل سه چرخه از دستم در رفت. باورم نمیشد با تو رو در رو شدم. خیلی جلوی خودم رو گرفتم که محکم بغلت نکنم و حقیقت رو بهت نگم. کمی مکث کرد. انگار داشت خاطراتش را مرور می کرد. هر بار به هم نزدیک می شدی وسوسه می شدم حقیقت رو بهت بگم، اما می ترسیدم. ایده ها و عملکردت نشون می داد مستدام خوب پرورشت داده. نمیدونستم اگه حقیقت رو بفهمی چه عکس العملی نشون میدی. اون وقت من فکر می کردم خجالتی هستی که ازم فرار می کنی. فکر می کردیم توی مهمونی دانشکده بازرگانی باشی. وقتی زیبای زمان توی مهمونی دانشگاه شرکت کرد، توجه یکی از بازوهای اجرایی بهش جلب شد و وقتی اون رو از خودش روند، گرفتار این مصیبت شد. تازه فهمیدم چرا چهره زیبای زمان در نظرم آشنا می آمد. احتمالاً در کلوب‌های شبانه دیده بودمش. یاد شب درگیری در کلوپ سایه بنفش افتادم. دختر زیبایی که همه حال پدرش را می‌پرسیدند و من از ارتباطش با افراد نظام ترسیده بودم. دوباره سر جایم نشستم و سرم را بین دستهایم گرفتم. هر سه در سکوت به دنبال راهی برای خروج از این بحران بودیم. ناگهان فکری از ذهنم گذشت. با سرعت برخاستم و صندلیم روی زمین افتاد. رویا و مدیر با تعجب به سمتم برگشتند و مدیر با امید نگاهم کرد. فکری داری؟ شرمنده پاسخ دادم نه، حداقل هنوز نه. اما وقتی قاب عکس پدر و مادرم شکست، یه تیکه کاغذ کوچیک بین دو تخته قاب پیدا کردم. با دقت جاسازی شده بود. پدرم پاراگراف کوچیکی روی اون نوشته که اول به نظرم یه وصیت‌نامه می اومد. اما حسم می گفت چیز بیشتری توی اون متن وجود داره. یه جور رمز. یعنی ممکنه. چشمان مدیر برق زد و ایستاد. آره ممکنه، حتما. چرا قبلا به ذهن خودم نرسیده بود؟ احتمالاً پدرت به عنوان آخرین تلاش سعی کرده جای مدارک رو بهمون نشون بده. فقط باید الان اون نوشته رو ببینم. کجاست؟ خونه. فکر کنم همه تیکه های قاب رو با عکس و نامه توی یکی از کشوها گذاشتم. عجله کن، وقت زیادی نداریم. سویچ رو برداشتم و به سمت در رفتم. اما قبل از اینکه خارج شوم برگشتم و گفتم فقط یه سوال دیگه. قضیه این عکس چیه؟ چرا اینقدر غمگین؟ چرا رویا توی این عکس نیست؟ مدیر همانطور که مرا به سمت در هدایت می‌کرد گفت ایده عکس مال من بود. میخواستم ازش استفاده کنم تا برای آخرین بار اونها رو توی زندان ببینم. گفتم برای ساختن هویت تو همچین عکسی لازمه. خواستم یه نامه هم ضمیمش باشه. مستدام موافقت کرد، اما مسئولیت کار رو به کس دیگه ای سپرد و تیرم به سنگ خورد. عکس ظاهراً همون روز اعدام گرفته شده، اما نامه ای در کار نبود. احتمالاً پدرت حدس می‌زد که نامه رو رمزگشایی کنن. بنابراین با کمک یکی از داخل زندان اون رو توی قاب جاساز کرد. یاور اول هنوز هم آدم مهمی بود و طرفداران زیادی داشت. وای که چقدر من خنگم. با من تا جلوی ماشین آمد و قبل از اینکه راه بیفتم گفت هر وسیله ای لازم داری از خونه بردار. فردا صبح زود برو زندان و به یه بهونه‌ای زیبای زمان رو از زندون در بیار. بگو عملیات سریه و لازم نیست کسی همراهیت کنه.
خودت یه چیزی سرهم کن. به هر حال تو بالاترین مقام منطقه‌ای. بعد خودتون رو فوراً برسونید اینجا. آدرسی روی یک کاغذ کوچک نوشت. همه باید از اینجا بریم. وقت نداریم. احتمالاً آگاهنده خیلی زود هویت رهبرهای گروه ضربه نهایی رو کشف میکنه و اوضاع پیچیده تر میشه. با سرعت راه افتادم. تصمیم داشتم چیز زیادی بر ندارم. فقط 2 تکه لباس، پول نقد، عکس بچگی و البته کاغذی که در قاب پنهان شده بود. با کمال تعجب دیدم پس از سالها خدمت در این نظام هیچ چیز متعلق به من نیست و خاطراتی را برایم تداعی نمی کند. هرچه بود عاریه بود و بدون هیچ احساس تعلق خاطری. با خود فکر کردم شاید اینطور بهتر باشد سبک سفر کنم. قبلا این احساس عدم دلبستگی آزارم میداد، اما اکنون دریافته بودم من از ابتدا به جای دیگری تعلق داشتم. به خانه رسیدم. تاریک بود. آرام به ورودی نزدیک شدم. بهتر بود محافظینم ورودم را میدیدند وگرنه ممکن بود غیبتم مشکوکشان کند. سر پست خود نبودند. فکر کردم احتمالاً مشغول استراحت هستند. نفس راحتی کشیدم و وارد خانه شدم. چراغ را روشن کردم و به طرف پله ها گام برداشتم. روی پله 3 یا 4 بود که صدای تک سرفه‌ای از پشت سرم شنیدم. برگشتم. آگاهنده روی مبل سالن روبروی پله ها نشسته بود و لبخند موذیانه‌ای به لب داشت. به به، جناب امید والا. بلند شد و گفت، یا شاید هم بهتر بگم جناب آرمان بزرگ. به موقع برگشتید، هرچند خیلی وقت منتظر شما هستم. با تردید از پله ها پایین آمدم. گیج بودم. آگاهنده در خانه من چه می کرد؟ یعنی همه چیز را فهمیده بود؟ چرا تنها؟ ناگهان کسی دستهایم را از پشت گرفت و آنها را به هم چفت کرد. برگشتم. رانی سلطنتی بود. لعنتی. پس او مأمور آگاهنده بود. از شمایل یک پیرمرد راننده بیرون آمده و در نقش یک مأمور کارکشته ظاهر شده بود. از نوع دستگیریش معلوم بود سالها آموزش دیده و دست و پا زدن کمکی به من نخواهد کرد. آگاهنده چیزی از روی میز وسط برداشت و در هوا تکان داد. شاید دنبال این میگشتید. دقت کردم و دیدم کاغذ وسط قاب عکس است. رانی سلطنتی مرا محکم روی مبل نشاند و دستهایم را با بند مخصوصی به دسته باریک مبل بست. آگاهنده همانطور که سیگارش را روشن می کرد متکبرانه گفت بیرون انداختن کفش ها همانقدر هوشمندانه بود که رفتن با ماشین اداره به خونه مدیر احمقانه. پک عمیقی به سیگارش زد و ادامه داد وقتی توی جلسه شرکت نکردی مشکوک شدم. دلم میخواست بدونم حرکت بعدی چیه. خواستم به رانی سلطنتی بگم مراقبت باشه که دیدم خیلی بیشتر از انتظارم حماقت کردی. فقط هنوز یه چیز رو نمیدونم. اونم که بالاخره مدیر رو کشتی یا نه. حداقل امیدوارم همین طور باشه. ترسیده بودم. چیزی که مرا بیشتر میترساند این بود که مأمورین را خبر نمیکرد. در چنگش بودم، اما او قصد نداشت مرا به کسی تسلیم کند. پرسیدم خب من رو گرفتی، چرا زنگ نمیزنی بیان بازداشتم کنن؟ به نظرت من اینقدر احمقم؟ اون وقت به چه جرمی؟ کشتن یه خائن به کشور؟ روبرویم ایستاد و سرش را کمی پایین آورد تا راحت در چشمانم نگاه کند. روز اولی که اومدی اینجا صادقانه بهت گفتم من یک آدم در پرده ام. آدمی که مهره ها رو میچینه و حرکت بعدی رو تعیین میکنه. میدونی چرا الان اینجایی و به این فلاکت افتادی؟ چون هیچ وقت حرفم رو جدی نگرفتی. سپس شروع به قدم زدن در طول سالن کرد. سالهاست میخوام سرپرست منطقه بشم. من برای این شغل از هر کسی شایسته ترم. اما مستدام چیکار کرد؟ هر بار یه آدم بیخاصیت و بی تجربه رو به من ترجیح داد. میدونی مقصر کیه؟ مدیر. اون از زمان دستگیری یاور اول از من کینه به دل گرفت. هر بار به مقام سرپرستی نزدیک می شدم با کمک دوستهای پرنفوذش من رو به زیر می کشید. تو بگو به نظرت چند نفر دیگه باید بمیرن تا من به آرزوم برسم؟ با حیرت پرسیدم منظورت اینه که بچه بانوی ارشد رو تو کشتی؟ تو برای سرپرست قبلی پاپوش درست کردی؟
همه این آدما رو تو از بین بردی که فقط ارتقای شغلی بگیری؟ ارتقای شغلی؟ با تعجب به رانی سلطنتی نگاه کرد و ادامه داد: میبینی به خاطر چه احمقایی من رو کنار گذاشتن؟ بچه جون، این فقط یه شغل نیست، قدرته. اگه سرپرست ارشد میشدم 2 برابر الان قدرت و ثروت داشتم. بعد دست در یکی از کشوهای میز وسط سالن کرد و بسته سیگار برگ را بیرون آورد. با طمأنینه یکی از سیگارها را باز کرد و خوب بو کشید. چشمانش را بست تا شامه‌اش قوی تر شود. حس می کردم از دیدنم در این وضعیت لذت می برد و دلش نمی خواهد این بازی به این زودی ها تمام شود. انگار داشت انتقام تعظیمی که به من کرده بود را می گرفت. سیگارش را روشن کرد و گفت: از همون اول می دونستم یاور اول مدارک مهمی پیدا کرده. زرنگی کردم و زودتر از مدیر دستگیرش کردم، اما مدارک همراهش نبود. هر جایی رو که فکر کنی گشتم، اما هیچی. اگه فقط مدارک رو پیدا می کردم مجبور نبودم این همه سال این مستدام احمق و متوهم رو که فکر میکنه خداست تحمل کنم. به هر حال اون مدارک برای من منافعی داشت. شایعه کردم مدارک پیدا شده و به مستدام گفتم تو رو بفرسته اینجا. گفتم اگه بیای مخالفا از لونه‌شون بیرون میان و میشه شناساییشون کرد. ولی تو اونقدر احمق بودی که فقط از این کلوب به اون کلوب میرفتی. باید خودم دست به کار میشدم. من کسی بودم که دستور دادم زیبای زمان رو بازداشت کنن. پوزخند زدم. لابد میخوای بگی شورش دانشکده هم کار تو بود. معلومه که کار من بود. دانشجوها همیشه مستعد شورشن، مخصوصا وقتی با همن. کافیه یکم تحریکشون کنی. البته اعتراف میکنم توقع نداشتم اونقدر سریع گسترش پیدا کنه، ولی به هر حال من به هدفم رسیدم. اون وقت چرا همچین ریسکی کردی؟ اگه اوضاع از کنترلت خارج میشد چی؟ بازم به نفع من. نشونه دیگه ای از بیکفایتی تو. من نمیتونستم زیبای زمان رو فقط به خاطر کج لباسی مدت زیادی نگه دارم. جرمش باید اونقدر سنگین می بود که مدیر مجبور شه بیاد سراغت. بعد در حالی که سیگارش رو روشن می کرد ادامه داد: هیچ وقت متقاعد نشدم مدیر دختر یاور اول رو کشته. اون روز دیدمش و میتونستم بفهمم نگاه اون مرد نگاه آدمی نیست که یه بچه رو کشته. فقط نمیخواستم باهاش در بیافتم. مطمئن بودم ملاقاتتون پر از چالش خواهد بود. چه هم دیگر رو میکشتید، چه با هم تبانی میکردید، میتونستم نسخه مدیر رو بپیچم و برای همیشه از شرش خلاص شم. ولی بگو چی شد؟ وقتی سکوتش طولانی شد گفتم: نمیدونم چی شد. تازه فهمیدم خیلی کوچیک فکر میکردم. من باید بلند پروازتر باشم. مثلا چی؟ ریاست کل کشور؟ چرا که نه. هر دوی ما خوب میدونیم پای مستدام لب گوره و اصلا محبوب نیست. بهونه لازمه که این بنای قدرت پوشالی رو در هم بشکنه و این مدارک دقیقاً همون چیزیه که بهش نیاز داریم. تو توی رمزگشایی نوشته کمکم کن. من هم برای جبران اجازه میدم زنده بمونی. تو هنوز خیلی جوانی و راه زیادی برای زندگی داری. پس به خاطر این محافظا رو مرخص کردی؟ فکر میکردم به خاطر معدوم کردن مدارک دنبالشونی. نگو تو هم قصد استفاده از اونا رو داری. جالبه. ولی واقعیت اینه که من چیزی از این نوشته سر در نمیارم. چه منو بکشی چه تحویلم بدی من یه مرد مردم. تلاش کردم از قدرت مذاکره‌ام استفاده کنم. تنها امیدم بود. اگر جواب نمیداد باید منتظر مرگم میشدم. اما فراموش نکن عدم حضور من میتونه توجهات زیادی رو به منطقه جلب کنه. تو من رو آزاد کن، در عوض من امشب رو نادیده میگیرم. این کاغذ هم مال تو. برو مدارک رو پیدا کن. مستدام دیگه برای من مهم نیست. اون باعث از هم پاشیدگی خانواده‌ام شده. هر کاری دوست دارید بکنید. علیهش توطئه کنید، شایعه درست کنید، از قدرت بکشیدش پایین. و من چشمم رو روی همه این اتفاقات میبندم. با صدایی بلند خندید. چه پیشنهاد سخاوتمندانه ای. ولی با چیزایی که توی بازرسی از وسایل زیبای زمان پیدا کردم باید پیشنهادهای خیلی بهتری بدی تا خودت و خواهرت از این مخمسه خلاص بشید. گوش کن و ببین از سکانس پایانی داستان من خوشت میاد یا نه.
امشب تو برای همیشه ناپدید میشی و کسی نمیفهمه چه بلایی سرت اومده. ولی شایعات میگن با خواهرت که رهبر گروه ضربه نهایی بوده فرار کردی. راستی قبل از فرار هم مدیر رو میکشی. چرا؟ این رو دیگه همه میدونن. اون کسی بود که به پدر و مادرت خیانت کرد. میبینی بالاخره بعد از 20 سال گره کور منطقه میانه از هم باز شد. نفوذ مدیر و خاطرات پدرتو نمیذاشت اینجا آروم بگیره. حالا خودش و بازمانده‌هاش برای همیشه به دست فراموشی سپرده میشن و التهاب این زخم کهنه هم فروکش میکنه. نگاه هم به رانی سلطنتی افتاد و دلم ریخت. با طمأنینه مشغول پیچاندن صدا خفه کن روی اسلحه اش بود. خدای من، همیشه در ناخودآگاه هم میدانستم این گونه خواهم مرد. در حال انجام یک عملیات با شجاعت و فداکاری در راه مستدام. البته همیشه تصور می کردم بعد از مرگم مراسم درخور و شایسته ای برایم ترتیب می دهند و جناب مستدام با دستمال سفید معروفش اشکهایش را پاک می کند و از من به عنوان پسر نداشته‌اش یاد می کند. اما در حال حاضر مرگ به خاطر مستدام مثل یک کابوس بود. رانی سلطنتی منتظر دستور ایستاد. آگاهنده گفت اول کار این رو تمام میکنی و بعد میری سراغ مدیر. میترسم این بی‌عرضه کارش رو انجام نداده باشه. دختره رو زنده میخوام. باید بدونم چه کسایی به این گروه پیوستن. منطقه باید کاملا پاکسازی بشه. کاغذ داخل قاب را برداشت. باید بیشتر راجبش فکر کنم. به هر حال دیر یا زود رمز شکسته میشه. تازه بعدش باید ببینیم این مدارک همونقدر که میگن ارزشمند هست یا نه. به طرف در راه افتاد. رانی سلطنتی اسلحه‌اش را به سمتم گرفت. چشمانم را بستم. در تاریکی خواهرم را دیدم که دستهایم را گرفته بود و نفسهایش به من آرامش میداد. سر جات وایسا. وایسا؟ من که به صندلی بسته شده بودم. ناگهان انگار از بدنم برق رد شده باشد تکان خوردم و چشم باز کردم. رانی سلطنتی اسلحه را به سمت آگاهنده نشانه رفته بود. بهتره دیگه قدم بر نداری وگرنه قدم بعدی رو توی اون دنیا میذاری. خدای من، رانی سلطنتی دقیقاً چه بود و برای چه کار میکرد؟ شاید این مدارک را برای خودش میخواست. دلم خنک شد. با اینکه زندانی هر دو نفر بودم اما ترجیح میدادم آگاهنده هم به حال و روز من دچار شود. آگاهنده در چشم به هم زدنی به صندلی کنار من بسته شد. لبخندی به نشانه استهزا به او زدم. ظاهراً مأمورهات را خوب نشناختی. رانی سلطنتی دستایم را باز کرد. متعجب گفتم تو دیگه کی هستی؟ از طرف کی اومدی؟ فعلا وقت توضیح ندارم. زود از اینجا برو. به سمت در راه افتادم اما رانی سلطنتی پشتم نیامد. برگشتم. اسلحه را به طرف سر آگاهنده نشانه رفته بود. کمی خم شد و به آگاهنده گفت من اون بچه رو دوست داشتم. میدونی چه بچه زرنگ و شادی بود؟ میدونی چه رویای قشنگی برای آینده‌اش داشت؟ وقتی پیداش کردن تمام دنده‌هاش خرد شده بود. سالها کابوس شبی رو میدیدم که گذرونده بود. هیچ وقت به خاطر اینکه اونجا نبودم تا نجاتش بدم خودم رو نبخشیدم. تو چطور شبها میخوابی؟ قبول دارم توی انتخاب مأمورم زیاده روی کردم. برای یه بچه 10 ساله اونقدر خشونت لازم نبود. ولی بیا صادق باشیم. اون هم قرار بود بشه یکی عین مادرش. وقتی دوران معصومیتش تموم شد میدیدی چه کارهایی ازش برمیاد. آرام خود را به رانی سلطنتی رساندم و دست روی اسلحه‌اش گذاشتم. خواهش میکنم این کارو نکن. دستت رو به خون این آدم بی‌ارزش آلوده نکن وگرنه باز هم آرامشت برای سالها سلب میشه. رانی سلطنتی نگاه محبت آمیزی به من انداخت. صدای پوزخندی آمد. پدرت هم همین شکلی بود. همینقدر دلرحم و همینقدر احمق. همین خصوصیتاش هم قدرت رو از دستش گرفت و سرش رو به باد داد. نفهمیدم چه کار میکنم. چنان مشت محکمی به صورتش زدم که دستم درد گرفت. قدرت اینه که 20 سال بعد مرگش هنوز اسمش نفوذ داره و لرزه به تن یکی مثل مستدام میندازه. با کمک رانی سلطنتی صندلی آگاهنده رو داخل یکی از کمدها کشیدیم و با بستن دهانش سعی کردیم زمان پیدا شدنش رو به تعویق بندازیم. وسایل اندکی برداشتم و با ماشین راه افتادیم. در راه به رانی سلطنتی گفتم ممنون که جونم رو نجات دادی. اما با این کار دردسر زیادی برای خودت درست کردی
وضع من که معلومه، تو میخوای چیکار کنی؟ نفس عمیقی کشید. اونقدر پول دارم که یه مدت گم و گور شم. به مدیر بدهکار بودم. بعد از این همه سال بالاخره دینم رو بهش ادا کردم. همسری، فرزندی، کسی رو نداری که توی خطر بیفته؟ همسرم مرده و تنها پسرم هم آواره یک کشور دیگه است. حتی جرأت نداره با هم تماس بگیره. بعد از دقایقی سکوت گفت: دختر خیلی مهربونی بود. شاید خنده‌دار باشه، اما من بهترین دوستش بودم. خودش همیشه میگفت. توی راه مدرسه برام از همه چی حرف میزد. برای تولد 9 سالگیش یواشکی بردمش اسکله تا به مرغ‌های دریایی غذا بده. یکی از آرزوهاش بود. اگه مادرش میفهمید حتما اخراجم میکرد. اما اون روز اونقدر خوشحال بود و میخندید که مطمئن شدم ارزشش رو داشته. من مرخصی بودم که اون اتفاق افتاد. وقتی داشتم گزارش پزشکی قانونی رو برای تغییر پیش آگاهنده می بردم، جزئیاتش رو خوندم. مدتها از وحشتی که اون بچه تجربه کرده بود خواب و خوراک نداشتم. چرا همچنان توی این شغل موندی؟ چی کار میکردم؟ جوونی هام یه مدت توی ارتش بودم. با صدمی که توی عملیات دیدم از ارتش بیرونم کردن. بعد یه مدت به عنوان راننده و محافظ سرپرست منطقه مشغول به کار شدم. مهارت دیگه‌ای نداشتم. راستش پول خوبی هم میدادن. توی این شرایط اقتصادی کجا رو سراغ داری همچین حقوقی بدن؟ چرا گفتی دینت رو به مدیر ادا کردی؟ این قضیه چه ربطی به اون داشت؟ سالها قبل مدیر جون پسرم رو نجات داد و در ازاش هیچ وقت چیزی ازم نخواست. تا همین چند ماه پیش، چند روز بعد از اینکه اومدی اینجا، اومد سراغم و ازم خواست یک کار کوچیک براش کنم. اول گفت حسابی مراقبت باشم و بعد خواست هفته 1-2 بار بهش بگم قراره کجاها بری. یاد برخوردهای بظاهر تصادفی با زیبای زمان افتادم. فهمیده بودم برای مدیر مهمی، اما تا قبل از امشب نمیدونستم چرا. وقتی به آگاهنده گفتم ماشین رو برداشتی و رفتی، اصلاً تعجب نکرد. از روی نقشه جای ماشین رو شناسایی کرد، اما گفت باید توی خونت منتظرت باشیم. وقتی محافظه ها رو مرخص کرد، فهمیدم قرار نیست اتفاق خوشی بیفته. نامه رو چجوری پیدا کرد؟ دقیق میدونست کجاست. تعجبی هم نداره. همه محافظات رو خودش انتخاب میکنه. به خاطر همین هم میگم زمان زیادی نداریم. محافظات دیدنش و خیلی زود پیداش میکنن. ما هم زمان زیادی نمیخوایم. شاید فقط 1 روز برای فراری دادن زیبای زمان و رفتن از اینجا. به جز محافظین، مشاور اجرایی هم در جریان کل پرونده هست و مسلماً هر اقدامی مشکوکش میکنه. باید ضربتی عمل کنیم. به خانه رویای آزادی رسیدیم. وقتی در را باز کردند، مدیر و رویا از دیدن من و رانی سلطنتی شوکه شدند. مدیر گفت: میشه یکی بگه اینجا چه خبره؟ دلخور گفتم: خبر مهم اینه که به لطف اطلاعات ناقص و دیر هنگامتون نزدیک بود دار فانی رو وداع بگم. اگه از خودگذشتگی رانی سلطنتی نبود، الان اینجا نبودم. جریان رو تعریف کردم. چهره مدیر در هم رفت. میدانستیم اگر فردا موفق به آزادی زیبای زمان نشیم، باید منتظر عواقب وحشتناکی باشیم. هرچند مدیر تلاش میکرد خونسرد به نظر برسه، اما استرس و وحشت در سیمایش ظاهر بود. سعی کردم آرامش کنم. نگران نباشید، هنوز هیچ کس از این اتفاقات اطلاع نداره. قبل از اینکه من برسم، آگاهنده با خونش تماس گرفته و گفته کار مهمی پیش اومده و شب دیرتر میاد. بعداً دوباره با خانومش تماس گرفتیم و گفتیم جلسه امشب طول میکشه و ایشون احتمالاً شب بر نمیگردن. تا فردا ظهر که متوجه غیبتش بشن، فرصت زیادی داریم زیبای زمان رو فراری بدیم. من هنوز امید والا هستم و شخص اول منطقه. نقشه اینه که من و رانی سلطنتی فردا اول وقت بریم زندان و به بهونه یک پروژه محرمانه زیبای زمان رو با خودمون بیاریم بیرون. بعد سوار ماشین اداره شیم، وسط راه ماشین رو عوض میکنیم و با هم به آدرس جدید میایم. بقیه نقشه هم دیگه دست شماست. مدیر کمی احساس آرامش کرد. کاش فرصت داشتیم و متن یاور اول رو رمزگشایی میکردیم. ولی فکر نکنم به سرعت امکان پذیر باشه.
ما هیچ وقت با هم نوشته یا رمزی نداشتیم که الان بخوام بهش رجوع کنم. کاغذ رو در آوردم و روی میز گذاشتم. نوشته بود: دردآور است که ما وارثین آرزوهای یک ملت بودیم. راهی بس طولانی آمدیم و تصور کردیم به مقصد رسیدیم. جنایت‌های نظام گذشته را دیده بودیم و رویای امنیت و آزادی در سر می‌پروراندیم. لمس آزادی بسی نزدیک می‌نمود. دست یکدیگر را فشردیم و زمانی که بیش از پیش به یکدیگر نزدیک بودیم مورد خیانت واقع شدیم. طناب دار مرا کسی بافت که قرار بود طناب‌های ظلم را پاره کند. ندانسته در این دام افتادیم. باشد که خداوند ما را ببخشاید. یاور اول روز اعدام ساعت 10:02. مدیر به صندلی تکیه داد و با صدای گرفته گفت: رسم این بود که رأس ساعت 11 صبح اعدام ها انجام بشه، چون مستدام توی همین ساعت سلطنتش رو اعلام کرد. نامه نوشته شده و احتمالاً مأمور زندان از روی دلسوزی قبول کرده اون رو با عکس توی قاب جاسازی کنه. اما در مورد این که نامه حاوی رمزی باشه سر تکان داد. نمیدونم. هیچی رو برام تداعی نمیکنه. رانی سلطنتی نگاهی به متن انداخت. مطمئنید یه جور رمزه؟ بیشتر شبیه وصیت‌نامه یا درد دله. انگار توی آخرین روز زندگیش دلش میخواسته بابت نقشش توی استقرار این حکومت طلب بخشش کنه. درست میگفت، اما چیزهایی با هم جور در نمی آمد. گفتم: به نظرم توی نامه چیزی بیشتر از درد دل وجود داره. چیزی هست ولی من نمی بینمش. احساس میکنم یه چیزی از چشممون دور مونده. دوباره نگاه به کاغذ انداختم و گفتم: قاعدتاً پدرم مدارک رو داخل گاف صندوق گذاشته و ما برای باز کردن اون به یه تعداد عدد احتیاج داریم. جمله بندی های متن خیلی با دقت صورت گرفته. به خاطر همین حدس میزنم احتمالاً هر جمله نماد یه عدده. 8 تا جمله داریم. تعداد حروف هر جمله را جمع زدم و به اعداد 36، 41، 60، 17، 22، 51، 45 رسیدم. الان مهم اینه که ما بدونیم این عددها در کدوم گاف صندوق رو باز میکنه. مدیر کمی فکر کرد. هیچ گاف صندوقی رو نمیشناسم که این تعداد رمز داشته باشه. ببینید، پدرم مدتها در خفا زندگی کرده. اون دوران حتما توی یکی از اقامتگاهاش گاف صندوقی بوده که مدارک رو توش پنهان کرده. فکر کنید، ببینید بعد از پیدا شدن مدارک کجاها رفته و کدوم خونه ممکنه همچین چیزی داشته باشه. دستی به سرش کشید. مضطرب بود و تمرکز کافی نداشت. نگاهی به ساعت انداختم. 3 صبح بود. فکر کردم احتمالاً دارم زیاده روی میکنم. بنابراین گفتم: برای امشب کافیه، بذاریم برای فردا. بهتر کارها رو یکی یکی پیش ببریم. فردا وقتی زیبای زمان آزاد شد با تمرکز بیشتری به این نامه برمیگردیم. بهتر یکم بخوابیم تا صبح عملکرد بهتری داشته باشیم. هر کس به گوشه‌ای خزید و چراغ‌ها را خاموش کردیم. اما از خواب خبری نبود. متوجه پهلو به پهلو شدن یکدیگر می شدیم. ولی کسی به روی خودش نمی آورد. مشخص بود اضطراب فردا خواب را از چشمانمان رو بوده. اما همچنان می خواستیم ظاهر خود را حفظ کنیم. 2-3 ساعت بعد رویای آزادی در سکوت برخاست و از خانه بیرون رفت. فکر کردم چه خوب، من هم از این تظاهر خسته شدم. به نظرم یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا انتظار خواب در تخت خواب است، در حالی که می‌دانی سراغت نخواهد آمد. درست مثل انتظار برای رسیدن عزیزی در ایستگاه قطار. وقتی روی زمان تمرکز کنی، کش می‌آید و هرگز به انتها نمی‌رسد. بلند شدم و به دنبالش از خانه بیرون رفتم. در تاریک روشن روز در مزرعه گل مشغول کار بود. نزدیکش شدم. به محض دیدنم بلند شد و در آغوشم گرفت. از دیشب این 3مین بار بود که مرا بغل می کرد. ذهن انسان عجیب است. تا دیروز قصد ازدواج با او را داشتم،
اما حالا به یک برادر کوچک محتاج محبت خواهر تبدیل شده بودم. خوابت نبرد؟ نه، خیلی نگرانم. دست دور بازویم حلقه کرد و با هم در راستای مزرعه شروع به قدم زدن کردیم. میدونی آرمان، برای من هیچ چی توی این دنیا با ارزشتر از تو نیست. پس این رو بدون که هر اتفاقی بیفته باید صحیح و سالم پیش من برگردی. من مدتها در انتظار دیدن تو بودم. دیگه نباید بذاری بیشتر از این چشم به راحت بمونم. هر کاری لازمه بکن ولی برگرد. سرش را بوسیدم. کمی که راه رفتیم گفتم دیدن زیبایی گلها استرس آدم رو کم میکنه. دقیقاً به خاطر همینی که با وجود همه مشغولیت‌ها هیچ وقت به تعطیلی مزرعه فکر نکردم. من اینجا زنده‌ام و زندگی میکنم، نه به عنوان چکش گروه ضربه نهایی. همیشه فکر میکنم چطور مستدام سالها ما رو شستشوی مغزی داده بود که ظالم باشیم و از هیچ بی‌عدالتی نترسیم. وقتی به کارهایی که کردم فکر میکنم از خودم شرمنده میشم. همیشه میگفت خدا ما رو با تبعیض خلق کرده و این وظیفه ماست که در اشاعه بیشترش بکوشیم و ادامه دهنده راه اون باشیم. رویا چرخی در مزرعه زد. به این مزرعه نگاه کن. پر از گلهای رنگارنگه. بعضیاشون زیباترن، بعضیاشون مقاومتر، بعضیها حساستر و بعضیها مفیدتر. اما همشون توی یه چیز با هم مشترکن و اونم اینه که همشون گل هستن و برای رشد نیاز به مراقبت دارن. این مزرعه گل با این گلهای متفاوت و رنگارنگ زیبا و باشکوهه. من عاشق رز سفیدم. اما یه مزرعه پر از رز سفید هرگز زیبایی این مزرعه رنگارنگ رو نداره. خدا ما رو با تفاوت خلق کرده، نه با تبعیض، تا کنار هم زیباتر باشیم. این ماییم که از تفاوت‌ها زشتی خلق می‌کنیم و اونها رو عامل تبعیض قرار میدیم. لبخند زدم. به همین سادگی. وقتی زاویه دیدت عوض میشه، دنیا میتونه چقدر قشنگتر و مهربونتر باشه. صدایی از پشت سرمان آمد. رویا گفت بیا مدیر جانم، بیا که این گلها حتما باعث آرامش شما هم میشه. فصل 13. AvageBook.com دوباره نقشه را مرور کردیم. من و رانی سلطنتی میریم بازداشتگاه مرکزی. وقتی رفتم تو خودم رو معرفی میکنم و میگم باید بازداشتی زیبای زمان رو برای یه پروژه محرمانه منتقل کنم. اگه گفتن هماهنگ نشده میگم جناب مستدام شخصاً با من تماس گرفتن، بنابراین فرد دیگه‌ای در جریان نیست. اگر اصرار کردن به مجازات سرپیچی از مافوق تهدیدشون میکنم. رانی سلطنتی ادامه داد وقتی توی ماشین نشستید حرکت میکنیم و توی خیابان کاج ماشین رو عوض میکنیم. مدیر اضافه کرد من اونجا منتظر شما هستم و بلافاصله به محل اقامت جدیدمون میریم. بعد رو به رویای آزادی گفت اونجا میبینمت. همه وسایل رو بردار. امیدوارم همه چی طبق نقشه پیش بره. با اعتماد به نفس گفتم نقشه بی‌نقصیه. به نظرم تا یه ساعت دیگه به مخفیگاه جدید میرسیم. رویای آزادی با اضطراب گفت امیدوارم، ولی دلم شور میزنه. و نگاهی به چمدان جلوی در انداخت. سپس با اندوه به سوی پدرش رفت. پدرش لبخند زد و او را در آغوش گرفت. رویای آزادی گریه کرد. پدرش اشکایش را پاک کرد و گفت خیلی زودتر از اینها باید میرفتی. به خاطر من از خیلی از اهدافت گذشتی. ممنونم. بابا، اگه بعد از رفتن من بلایی سرت بیارن چی؟ هیچکی با یه پیرمرد فرتوت ناشنوا کار نداره. من مدت‌هاست زمینگیرم و هیچ کس ازم توقع نداره در جریان کارهای خلاف دخترم باشم. نگران من نباش. و در حالی که او را در آغوش می‌فشرد گفت تو موهبت زندگی من و مادرت بودی و هر لحظه از حضورت لذت بردیم. حالا دیگه وقتشه بری.
به جایی که واقعاً بهش تعلق داری. بابت همه سالهایی که بعد از فوت مادرت کنارم بودی ازت ممنونم. چشمانم پر از اشک شد. بقیه را نگاه نمی کردم. احتمالاً آنها هم همین احساس را داشتند. با خود فکر کردم اون از من خوشبخت‌تر بود. حداقل جایی بزرگ شد که واقعاً دوستش داشتن. به سمت بازداشتگاه حرکت کردیم. هرچه نزدیکتر می شدیم اضطرابم بیشتر می شد. وقتی رسیدیم چند نفس عمیق کشیدم و وارد سالن اصلی شدم. بیشتر نگهبانان مرا فقط به اسم می شناختند و هرگز از نزدیک ندیده بودند. به همین خاطر موقع ورودم واکنش خاصی نشان ندادند. زمان گذر از گیت اصلی که فقط مخصوص پرسنل و مأمورین بود، کارت شناساییم را درخواست کردند. با دیدنش ناگهان شوکی به گروه نگهبانی وارد شد و همه به صف شدند و احترام گذاشتند. مسئول اصلی بازداشتگاه را دیدم که به سمت من می‌دوید. ترس سراپایم را فرا گرفت. خود را به من رساند و تعظیم بلند بالایی کرد. قربان، توی دوربین ها دیدم تشریف آوردید. با غیظ گفتم خوبه حداقل یکی من رو شناخت وگرنه معلوم نیست تا کی باید درگیر تشریفات ورود میموندم. من شما رو توی مراسم ترحیم سرپرست ارشد قبلی دیده بودم. باید مأمورین من رو ببخشید که شما رو نشناختن. واقعیت اینه که انتظار دیدنتون رو اینجا نداشتن. باز هم معذرت میخوام که معطل شدید. همراه هم از گیت رد شدیم تا حدودی اعتماد به نفس از دست رفته را باز یافته بودم. قربان، چه مسئله‌ای باعث شده شخصاً به اینجا تشریف بیارید؟ اتفاقی افتاده در مورد یکی از بازداشتی هاتون. اسمش چی بود؟ زیبای زمان. درگیر یه پروژه محرمانه هستیم و به حضورش احتیاج داریم. چون پروژه محرمانه است نخواستم کسی دیگه رو درگیر کنم و شخصاً برای بردنش اومدم. به من افتاد. جناب امید والا، حقیقتش یعنی چطور بگم؟ مشکلی هست؟ دلم هوری ریخت. فکر کردم شاید منتقل شده یا در زندان بلایی سرش آوردن. با اضطراب پرسیدم نکنه بلایی سرش اومده؟ زنده است؟ بله قربان، نگران نباشید. توی بند 32 هست و تحت مراقبت شدید. فقط جناب آگاهنده دیروز تماس گرفتن و گفتن به هیچ وجه حق آزادی زیبای زمان یا تسلیم کردنش به فرد خاصی تأکید کردن. فرد خاصی با هر مقامی رو نداریم و فقط در صورت حکم با امضای ایشون یا تماس شخص خودشون میتونیم در مورد این زندانی اقدام کنیم. فکر اینجا را نکرده بودم. گفتم حتما میدونی رتبه آگاهنده از من پایین تره و در نهایت این من هستم که باید زیر هر حکمی رو امضا کنم. ضمن این که جناب مستدام شخصاً با من تماس گرفتن و در مورد این پروژه بنده رو آگاه کردن. طبیعیه که جناب آگاهنده خبر نداشته باشن. واقعیت اینه که ممکنه ایشون همچین دستوری داده باشن، ولی مسلماً این دستور شامل بالادستیش که من باشم نمیشه. از چهرهش پیدا بود متقاعد نشده. لبخند زد و دوباره تعظیم کرد. حق با شماست جناب امید والا. حتما همینطوری که میفرمایید. فقط اگه اجازه بدید برای اینکه خدایی نکرده مشکلی پیش نیاد یه هماهنگی کوچیک انجام بدم. اینطوری بعدن من هم مورد بازخواست قرار نمیگیرم. اگر قبل از تماس جناب آگاهنده تشریف آورده بودید حتما بدون دردسر مطابق امرتون عمل میکردیم. اما چون ممکنه این نوعی آزمون سنجش میزان اطاعت ما باشه باید مطابق دستورالعمل رفتار کنم. اصرار بیفایده بود و فقط مرا لو میداد. دلخور گفتم باش هماهنگ کن، مشکلی نیست. احتمالاً این پروسه کمی طول میکشه چون همونطور که گفتم دستور از شخص جناب مستدام رسیده و توی شهربانی کسی در جریان نیست. نگران نباشید، چک میکنن و فوراً به من اطلاع میدن. چه درد سری، عرق کرده بودم. نمیدانستم ترسیدم یا هوا گرم و گرفته است. ولی میدانستم حد اکثر ظرف 10 دقیقه دستم رو خواهد شد. فقط چند دقیقه فرصت داشتم زیبای زمان را آزاد کنم و فرار کنیم وگرنه همینجا هر دوی ما را دفن نمی کردند. گفتم پس تا هماهنگ می کنید من یه گشتی اینجا می زنم. بله حتما قربان، اجازه بدید یه نیرو برای معرفی بخش‌های مختلف در اختیارتون قرار بدم. تا خواست کسی را خبر کند گفتم نه لازم نیست. نمیخوام خلالی توی کار مجموعه ایجاد کنم.
خودم میگردم و بخش‌های مختلف رو میبینم و اگه لازم شد کسی رو به خدمت میگیرم. هر جور صلاح میدونید. نگاهی به ساعتم انداختم. در امتداد راهرو راه افتادم تا بلکه بخش بازداشتی ها رو پیدا کنم. مأموری سرخوشانه از روبرو می آمد. پرسیدم بازداشتگاه کجاست؟ با انگشت به دری در انتهای راهرو اشاره کرد. از اون در برید تو، 2 طبقه زیر همکف. سری به علامت تایید تکان دادم. ظاهراً کسی که از گیت رد می شد دیگر معتمد به حساب می آمد و توجهی به اون نشان نمی دادند. از راهرو خارج شدم و پله‌ها را 2 تا یکی پایین رفتم تا به بخش مورد نظرم رسیدم. مثل بیشتر بازداشتگاه‌ها شامل یک راهروی کوچک بود با 2 اتاق در هر طرف. مأموری که مسئول مراقبت از اینجا بود روی صندلی ولو شده و مشغول بازی آنلاین بود. از سر کنجکاوی نگاهی به من انداخت. خودم را معرفی کردم. سریع بلند شد و سلام نظامی داد و تعظیم کرد. گفتم میخوام زیبای زمان رو ببینم. دستپاچه دنبال کلید سلول گشت، آن را در قفل چرخاند و در را باز کرد. دختر ترسیده و ژولیده انتهای سلول نشسته بود. با وجود ظاهر نامناسبش هنوز هم اثری از زیبایی داشت. با دیدن من ترسش بیشتر شد و خود را به دیوار انتهای سلول فشار داد. معلوم بود حضور من میتواند خیلی معانی برای او داشته باشد که آزادی آخرینش بود. با دست اشاره کردم جلو بیاید. تکان نخورد. با تحکم به زندانبان گفتم برای انجام یک پروژه محرمانه به حضورش نیاز داریم و به همین خاطر شخصاً برای بردنش آمدم. مأمور به لکنت افتاد. مشخص بود برای این کار رضایت ندارد. از طرفی زیبای زمان ایستاد و سرش را به علامت منفی تکان داد و جوری گارد گرفت که انگار آماده شده به هر کسی که به او نزدیک شود با چنگ و دندان حمله کند. نمیدانستم کدام مشکل را باید حل کنم. به مأمور گفتم بیارش جلو. دست به بیسیم برد و گفت چشم قربان، فقط یه لحظه اجازه بدید من با سرپرستم هماهنگ کنم، بعد در خدمت شما هستم. فرصت نداشتم. تا بفهمد چه شده با او درگیر شدم، تفنگش را از غلاف بیرون کشیدم و به سمتش نشانه رفتم. فریاد زدم برو تو. مأمور که معلوم بود تا به حال با چنین شرایطی مواجه نشده و آمادگی ندارد، به سرعت داخل سلول رفت. به زیبای زمان که هاج و واج نظاره‌گر بود گفتم بیسیم و کلیدش رو بردار و بیا بیرون. پدرت من رو فرستاده. به محض شنیدن نام پدرش به خود آمد. وسایل نگهبان را برداشت و بیرون پرید. در را روی او قفل کردیم و به سمت راه پله دویدیم. ولی دیگر دیر شده بود. در میانه راه پله با مسئول بازداشتگاه و 2 نگهبان روبرو و درگیر شدیم. به نظر می آمد به آخر خط رسیده ایم. من برای چنین برخوردهایی هرگز آموزش ندیده بودم. جزو گروهی بودم که همیشه مغز متفکر پروژه ها بود و محافظین از او مراقبت می کردند. زیبای زمان جلو افتاد و با نگهبانان درگیر شد. مشخص بود در این کار حرفه‌ای است و سالها آموزش دیده. گوشه یکی از پله‌ها مچاله شدم و سرم را بین دستهایم گرفتم تا از خودم مراقبت کنم. درگیری را ندیدم، اما بعد از چند دقیقه یکی از نگهبانان از پله‌ها به پایین پرت شد و زیبای زمان دومی را به وسیله دستبندش به میله ها بست. پس از پیروزی در این درگیری اسلحه او را برداشتیم و با نظر من همراه مسئول بازداشتگاه به سالن اصلی وارد شدیم. تنها امیدم برای عبور از گیت حضور مسئول بازداشتگاه با ما بود. در حال حرکت در امتداد سالن به او گفتم عادی رفتار کن و بذار بی دردسر از گیت رد شیم. جون خودت رو به خاطر مستدام و دار و دستش به خطر ننداز. تا چند روز دیگه ازش مدارکی منتشر میشه که برای همیشه از قدرت کنار میره و حتی فرصت نمیکنه که شما رو به خاطر این جریان تنبیه کنه. به گیت رسیدیم. زیبای زمان اسلحه رو در لباسش مخفی کرده و به سمت مسئول بازداشتگاه نشانه رفته بود. مأمورین جلوی ما را گرفتند. مسئول ایستاد و گفت هماهنگ شده، بذارید رد شن. با غیظ گفتم ممنون میشم تا جلوی ماشین همراهیمون کنید. آب دهانش را به سختی قورت داد و بیمیل همراهمان آمد. چند قدم رفته بودیم که یکی از پشت سر فریاد زد وایسید. به عقب نگاه کردم و دیدم یکی از مأمورین خیره به زیبای زمان اسلحه‌اش را به سمت ما نشانه رفته. حد زدم اسلحه او را دیده است. مسئول بازداشتگاه خواست فرار کند، یقه‌اش را از پشت چسبیدم تا مانع شوم. فریاد زد مسلحن. در کسری از ثانیه 10 اسلحه ما را نشانه رفت.
زیبای زمان اسلحه را به من داد و پشتم سنگر گرفت. من نیز مسئول بازداشتگاه را سپر خودم قرار دادم. عقب رفتم و داد زدم بگو اسلحه هاشون رو بذارن زمین وگرنه هیچ کدوم از اینجا زنده بیرون نمیریم. مسئول چیزی نگفت. دوباره حرفم را تکرار کردم و اسلحه را به پشتش فشار دادم. ترسید و فریاد زد همه اسلحه ها پایین. مأمورین مردد بودند. دوباره خواسته‌اش را تکرار کرد. آرام اسلحه‌شان را زمین گذاشتند. با همان وضعیت از در خارج شدیم. رانی سلطنتی با دیدن ما از شرایط باخبر شد. اسلحه‌اش را بیرون کشید و تلاش کرد زاویه‌ای را که من دید نداشتم پوشش دهد. سپس در ماشین را باز کرد و خود را در وضعیت آماده باش قرار داد. تا ماشین عقب رفتیم، زیبای زمان سوار شد. من در آستانه در مسئول را به بیرون هل دادم و خود را داخل ماشین پرت کردم. ماشین با سر و صدای زیاد حرکت کرد. حتی فرصت نکردیم در را ببندیم. صدای شلیک گلوله پشت هم به گوش می رسید. رانی سلطنتی با سرعت سرسام‌آوری رانندگی می کرد. راهبند پارکینگ را شکستیم و رد شدیم. حدس می زدم ماشین اداره در مقابل گلوله مقاوم است و تا حدودی خیالم راحت بود. دقایق بعد که دور شدیم و صدای شلیک گلوله ها قطع شد، سرم را از روی صندلی بلند کردم. رانی سلطنتی گفت واقعاً چه نقشه بی‌نقصی داشتی. دیگه همه فهمیدن چه خبره. الان کل کشور دارن دنبالمون میگردن. درست میگفت. حتما در شهربانی همه متوجه اخبار شده بودند و احتمالاً اولین جایی که میگشتند خانه من بود. آگاهنده را آنجا پیدا میکردند و او همه چیز را به آنها میگفت. در هر حال کار از کار گذشته بود و باید سریع و بدون اشتباه قدم‌های بعدی را برمی داشتیم. به مکان قرار رسیدیم. مدیر به در ماشین تکیه داده و منتظر ما بود. با دیدن ماشین ما چشمانش گرد و نگران شد. اما به محض پیاده شدن زیبای زمان گل از گلش شکفت و یکدیگر را در آغوش گرفتند. به سمت ماشین اجاره‌ای دویدیم. بعداً وقت برای خوشوبش هست. احتمالاً دارن دنبالمون میان. داخل ماشین نشستیم. مدیر هم حرف رانی سلطنتی را تکرار کرد. گفته بودی نقشت خیلی بی‌نقصه، ولی مثل اینکه حسابی شانس آوردید که سالم رسیدید. با خودم فکر کردم این به جای تشکرشان است. گفتم قابلی نداشت که برای نجات جون دخترت جونم رو به خطر انداختم. از آینه نگاهی محبت آمیز به من کرد. ممنونم و بابت این کار تا آخر عمرم مدیونتم. کمی خجالت کشیدم. مدیر جان خود و خانواده‌اش را برای نجات من و رویای آزادی به خطر انداخته و سالها از دور و نزدیک از ما مراقبت کرده بود. اما من تا به حال از او تشکر نکرده بودم. گفتم قابلی نداشت. این کمترین کاری بود که برای جبران کار شما از دستم برمی اومد. لبخند زد. به نظرم قبلاً به این موضوع فکر کرده بود. به مخفیگاه جدیدمان رسیدیم. ماشین را بین درختان حیاط با چند شاخه و برگ اضافه پنهان کردیم تا از بالا دیده نشود. رویای آزادی در را باز کرد. از بین همه گذشت و مرا که دورتر ایستاده بودم در آغوش گرفت. لازم به گفتن نبود که از همه بیشتر نگران من بود. نگرانتون شدم. دیر کردید. حدس می زدم مشکلی پیش اومده. وارد خانه شدیم و هر کدام یک طرف ولو شدیم. جریان را تعریف کردیم. زیبای زمان گفت باید دوش بگیرم. چیزی برای خوردن داریم؟ البته الان آماده می کنم. نیم ساعت بعد همه دور یک میز گرد کوچک نشسته و مشغول تبادل جزئیات بودیم. به زیبای زمان گفتم عجب حرکات رزمی. باورم نمیشه یه دختر تا این حد کار کشته باشه. کجا تعلیم دیدی؟ چند سالی که خارج درس میخوندم آموزش رزمی هم میدیدم. من همیشه یکی از بهترین کارآموزا بودم. اوضاعت اصلا تعریفی نداره. اگه من بودم بعید بود جون سالم به در ببری. خواستم بگویم اگر تو نبودی اصلا در این موقعیت قرار نمی گرفتم. اما پشیمان شدم. به هر حال مدیر به گردن من و رویا حق داشت. در چند برخورد اول چندان از زیبای زمان خوشم نیامده بود. جسور و تا حدی گستاخ، مغرور و البته بی ملاحظه بود. تازه فهمیدم چرا این مدت به سمتش جذب نشده بودم. تا حدودی آرامش به فضای 4 نفره من بازگشت. جان سالم به در برده بودیم. مدیر گفت باید شبونه به سمت منطقه شرقی حرکت کنیم.
کوره راهی از دل کوه ها بلدم که ما رو بی درد سر به اونجا میرسونه. و نقشه علامت خورده ای را روی میز پهن کرد. بعید به این زودی توی منطقه شرقی دنبال ما بگردن. با یه قاچاقچی انسان برای خروج از مرز هماهنگ کردم. اون طرف مرز به سفارت کشور مورد اعتمادم پناهنده میشیم و دیگه در امنیت هستیم. همه سری به تایید تکان دادند. من اما دلم راضی نبود. مدیر متوجه شد. تو دلت نمیخواد بیای؟ نامه پدرم را باز کردم و گفتم باید کار نیمه تمام پدرم رو تمام کنم. این نامه رو توی عکس من گذاشته، یعنی روی من حساب کرده. باید تا جایی که ممکنه تلاش کنم. نامه را وسط میز گذاشتم. زیبای زمان از رویای آزادی پرسید جریان نامه چیست؟ وقتی داستان را شنید دست برد و نامه را جلوی خود کشید. مطمئنید رمزی چیزی توش هست؟ نمیدونیم، اما متن عجیب و غریبی داره. وصیت نامه به نظر میاد، ولی انگار چیز بیشتری توش هست. فکر کردم شاید خارج که بوده رمزگشایی هم یاد گرفته باشه. ببین، به نظرم جمله بندی ها خیلی دقیقه. برای همین فکر کردم شاید هر جمله نماد یه عدده. تعداد حروف هر جمله رو جمع کردم و به 36 41 60 22 17 51 45 45 رسیدم. ولی هیچ گاف صندوقی رو نمیشناسیم که با این اعداد باز بشه. رویای آزادی گفت عددهای هر جمله رو با هم جمع کنیم. همین کار را کردیم و به 8 عدد تک رقمی رسیدیم. 9 5 6 4 8 6 9 9. رانی سلطنتی پیشنهاد داد حالا دوتا از هم کم کنیم. شد 4022. این 4 رقم می توانست رمز مخفی ما باشد، اما مشکل اصلی کماکان برقرار بود. کدام گاو صندوق؟ زیبای زمان همچنان روی متن نامه تمرکز کرده بود. به نظرت چرا یه جمله باید با و شروع بشه؟ و زمانی که بیش از پیش به یکدیگر نزدیک بودیم مورد خیانت واقع شدیم. یاور اول آدم دقیقی بود و همچین اشتباهی از اون غیر عادیه. گفتم اتفاقاً توجه من رو هم جلب کرد. به نظرم برای اینکه تعداد حروف اون جمله درست در بیاد. فکری کرد و گفت شاید اصلاً ربطی به تعداد حروف جمله ها نداره. شاید به این دلیله که حروف ابتدای هر جمله براش اهمیت داشته. حروف ابتدای هر جمله رو بخون. من خواندم و اون نوشت. وقتی کارمان تمام شد با هیجان فریاد زد در جلد وطن. نوشته در جلد وطن. و با پدرش بالا و پایین پریدند. من اما چندان هیجان زده نشدم. گفتم یعنی چی؟ به نظرم بی‌معنیه. رویای آزادی گفت فکر کنم یعنی مدارک یه جایی زیر آسمون این کشوره. مدیر با هیجان گفت اوایل به قدرت رسیدن مستدام وقتی هنوز دیکتاتوریش رو کامل گسترش نداده بود، یاور اول یک کتاب منتشر کرد به نام وطن و آرزوهای ناکامش. اون کتاب فقط یه بار منتشر شد. بعد به سرعت غیر مجاز اعلام شد و نسخه های از اون که فروش نرفته بود از کتاب فروشی ها جمع شد. امیدی در قلبم تابید. گفتم چند جلد کتاب فروش رفته بود؟ حدود 200 تا 250 جلد. 250 جلد؟ چطور میخوایم همه رو چک کنیم؟ رویای آزادی گفت اصلاً کی میدونه این 250 جلد رو چه کسایی خریدن و مهمتر از اون از کجا معلوم نگهش داشته باشن؟ رانی سلطنتی گفت مطمئناً منظور یاور اول جلد خاصی بوده که شما بهش دسترسی دارید یا حداقل اون زمان داشتید. مدیر دستان خود را با هیجان به هم کوبید. دقیقاً پدرت اولین جلد کتاب رو امضا کرد و به من هدیه داد. کتاب توی کتابخانه ویلایی بود که پدر و مادرتون رو توش اسکان داده بودم. یاور اول میدونست هر اتفاقی بیفته من اون کتاب رو به خاطر امضای با ارزشش دور نمیندازم. باورم نمیشد، اما انگار رمز نوشته باز شده بود.
کتاب الان کجاست؟ بعد از فروش ویلا کتابهاش رو به خونه خودم منتقل کردم. بعضی از اونها رو توی کتابخانه بزرگ سالن مطالعه گذاشتم. اما اون کتاب رو چون غیرقانونی بود از کارتون بیرون نیاوردم. الان باید توی اتاق زیر شیروانی باشه. رویای آزادی گفت فقط یه چیز با عقل جور در نمیاد. مدارک باید شامل کلی اسناد و عکس و نوشته باشه. چطور توی یه جلد کتاب جا شده؟ این هم سوالی بود که جوابی برایش نداشتیم. زیبای زمان گفت شاید توی جلد کتاب جای مخفی کردن مدارک رو نوشته یا حداقل نشونه ای گذاشته که بتونیم اونها رو پیدا کنیم. درست می گفت. در هر حال تا کتاب را به دست نمی آوردیم نمی توانستیم اظهار نظر کنیم. دوباره باید برای کاری نقشه می کشیدیم. من سابقه خوبی در این کار نداشتم و بقیه به من بی‌اعتماد شده بودند. بنابراین ترجیح دادم سکوت کنم و منتظر اظهار نظر دیگران بمانم. رانی سلطنتی با تشریح شرایط از ابتدا تا به حال گفت به احتمال زیاد تا الان آگاهنده رو پیدا کردن و هویت همه ما شناسایی شده. پس حتما خونه هامون هم کاملا تفتیش شده و تحت کنترل شدیده. برای به دست آوردن کتاب باید یه نقشه بی‌نقص بکشیم. همه زیر چشمی مرا نگاه کردند. به نشانه تسلیم دستم را بالا بردم. یعنی ایده ای ندارم. مدیر لبخند پیروزمندانه‌ای زد و گفت همونطور که قبلا هم گفتم ویلای خارج از شهر یه پروژه داشت که ناتمام رها شد. پروژه تونل فرار از پشت کتابخونه. این پروژه رو توی خونه خودم با دقت انجام دادم و به نظرم میتونیم راحت وارد اونجا بشیم. زیبای زمان گفت من هم بهش فکر کردم ولی سالهاست از اون مسیر استفاده نشده و ما حتی نمیدونیم دکمه‌های ورودی درست کار میکنن یا نه. و اصلاً مسیر تونل هنوز بازه یا در اثر ریزش مسدود شده. مدیر کمی فکر کرد. درسته حداقل 10 سالی میشه که استفاده نشده. اما قاعدتاً باید درست باشه. حداقل امیدوارم اینطور باشه. واقعیت اینه که تنها امیدم برای ورود بی دردسر به خونه همون مسیره. رانی سلطنتی و زیبای زمان شما باید یه دعوای ساختگی توی خیابون راه بندازید تا توجه نیروها رو به خودتون جلب کنید. من و آرمان بزرگ از تونل رد میشیم و از طریق کتابخونه وارد سالن مطالعه میشیم. میریم طبقه بالا و کتاب رو پیدا میکنیم. برنامه اینه که قبل از برگشتن نیروها از همین مسیر برمیگردیم. اما اگه کارمون طول کشید منتظر میشینیم و وقتی اوضاع آروم شد و نیروها در حال استراحت بودن برمیگردیم. رویای آزادی گفت من هم همراه شما میام. من اعتراض کردم. نگاه هم نکرد و تکرار کرد من هم میام. دیگه نمیتونم اینجا منتظر برگشتن شما بمونم. همه ساکت شدیم. بعد اضافه کرد حضور یه نفر بیشتر باعث میشه زودتر به نتیجه برسید. مدیر موافقت کرد. نقشه را چند بار مرور و شارژ گوشی ها را پر کردیم. امشب زمان اجرای نقشه بود. برای اجرای بهتر نقشه به یکدیگر قوت قلب دادیم و از هم جدا شدیم. اگر همه لباس چرم مشکی می پوشیدیم خیلی جالبتر می شد. اما به جز زیبای زمان هر کدام هر چه دستمان رسیده بود پوشیده بودیم. او قرار بود نقش همسر جوان بیوفایی را بازی کند که تا دیر وقت بدون همسرش مشغول خوشگذرانی است. گریم باید به گونه‌ای می بود که شناخته نشود. کلاهگیس بلند مشکی، آرایش غلیظ و لباس تنگ و کوتاه قرمز بر تن کرده بود. مدیر از دیدن زیبای زمان در این وضع دل خوشی نداشت، اما چاره‌ای هم نداشت. من و رویا و مدیر با ماشین به تونل رسیدیم. دریچه مخفیش را باز کردیم و با احتیاط وارد شدیم. انتهای تونل در دل جنگل‌های اطراف شهر قرار داشت و طوری طراحی شده بود که اگر دنبالش نمی‌گشتی آن را نمی‌دیدی. بیشتر شبیه یک تخت سنگ میان چند تپه کوتاه بود. به درایت مدیر آفرین گفتم.
گفت همیشه فکر می کردم یه روزی مجبور شم از این تونل فرار کنم. ولی فکر نمی کردم یه زمان لازم بشه برای ورود به خونه ازش استفاده کنم. چراغ قوه ها را روشن کردیم و راه افتادیم. پرسیدم این تونل چند متره؟ حدود 1 کیلومتر. تعجب کردم. چقدر زیاد؟ کی این کار رو انجام داده؟ خودم. از بچگی شیفته درها و تونل‌های مخفی داستان‌ها بودم. همیشه تصمیم داشتم هر وقت پولدار شدم برای خونم یه همچین فضایی طراحی کنم. شغل و وضعیتم لزوم این کار رو چند برابر کرد. هر دو راه فرار طراحی یه شرکت معماری برجسته است. تو هر دو تا پروژه اینجا و ویلای خارج از شهر چهارچوب کتابخونه به عنوان ورودی تونل در نظر گرفته شد. اما کندن تونل ها به خاطر ایجاد خفقان ناتمام ماند. چون توی این منزل زندگی می کردم بعد از یه مدت خودم مشغول کندن تونل شدم. طرح‌ها رو داشتم و اینجوری دیگه کسی مطلع نمی شد. کار حفاری و بیرون بردن خاک‌ها و زدن چارچوب حدود 9 سال طول کشید. وقتی تمام شد من جایگاه قبلی خودم رو توی دولت نداشتم. بنابراین همیشه فکر می کردم 9 سال از عمرم رو بیهوده صرف انجام این کار کردم. اما الان می بینم شاید مهمترین فایده‌ای که می تونسته داشته باشه همین کاریه که داریم انجام میدیم. تونل خوب طراحی و اجرا شده بود و حتی پس از 10 سال بلا استفاده ماندن با وجود ریزش اندکی در چند نقطه هنوز قابل استفاده بود. به پشت کتابخانه رسیدیم و به زیبای زمان پیام دادیم. گوشیش را روشن و ارتباط تصویری برقرار کرد تا ما هم شاهد وقایع باشیم و زمان مناسب را تشخیص دهیم. آن سوی خیابان نزدیک ورودی ساختمان زن جوانی شروع به جیغ و فریاد بر سر شوهرش کرد. توجه مأموران محافظ ساختمان به سمت صدا جلب شد و برای تأمین امنیت به سوی آن دو حرکت کردند. زن جوان فحاشی کرد. مرد پیر خرفت، چه مرگته؟ چون خوشگلم حسودی میکنی؟ متوجه بودم مدیر از دیدن این صحنه‌ها عصبی شده ولی چاره این نبود. تو خوشگلی؟ یادت رفته توی کوچه و خیابون ولو بودی؟ من جمعت کردم. من بهت قیافه دادم. من آدمت کردم. با پولهای من الان همه آدم حسابت میکنن و خانوم میکنن. غلط کردی؟ داشتی از بی کسی میمردی. من بودم که بهت توجه نشون دادم. آخه کی با تو با این قیافه زمخت نگاه میکرد؟ صدایی از داخل اتاق شنیده شد. پاشو بیا. یه زن و شوهر دارن جلوی در دعوا میکنن. خیلی باحاله. زنه از اوناست. دعوا ادامه داشت و هر لحظه بالا میگرفت. به نظر می آمد اتاق خالی است. باید ریسک می کردیم. مدیر اهرم روی دیوار را پایین کشید. دیوار روبرو به اندازه 10 سانت حرکت کرد. کمی به بیرون هلش دادیم تا جایی که بتوان از آن عبور کرد. با احتیاط و به سختی یکی پس از دیگری وارد سالن شدیم. مدیر کتابخانه را سر جایش برگرداند و گفت یادت باشه اگه به هر ترتیب من نبودم کشیدن همزمان این 3 کتاب. به کتابها اشاره کرد. میتونه دوباره دیوار رو باز کنه. دلم ریخت. نگاهش کردم و گفتم تو هستی پس لازم نیست بهم یاد بدی. به چیزی اشاره کرده بود که همه به آن فکر میکردیم. اگر اتفاقی برایمان میافتاد چه؟ اگر دستگیر، زخمی یا کشته میشدیم چه؟ نباید به این چیزها فکر میکردم. اکنون وقت تمرکز روی کارمان بود. مرحله اول را پیش رفته بودیم و باید منتظر قسمت دوم میماندیم. ناگهان از بیرون صدای قدم‌هایی را شنیدیم. چند نفر با عجله در راهرو می‌دویدند. نگاهی به صفحه گوشی انداختم. رانی سلطنتی اسلحه‌اش را به سمت زیبای زمان نشانه رفته بود. به مدیر گفتم به نظرت لازم بود؟ آهسته گفت اسلحه همه رو به سمت خودش جلب میکنه. تا بفهمن اسلحه‌اش قلابیه ما رسیدیم بالا. رانی سلطنتی خوب تعلیم دیده، نگران نباش. زیبای زمان فریاد میزد و از مأموران درخواست کمک میکرد.
راهرو کاملا خالی شده بود. به سمت پله ها دویدیم و بی دردسر وارد اتاق زیر شیروانی شدیم. هر سه شروع کردیم به گشتن. فرصت زیادی نداشتیم. کارتون ها را پاره می کردیم و نگاهی به جلد کتاب ها می انداختیم. یکی پس از دیگری. نیم نگاهی هم به صفحه موبایل و اتفاقات آن سوی خیابان داشتیم. مدیر صدا زد: پیداش کردم. به سمت کتاب هجوم بردیم. مدیر با دقت مشغول بررسی جلدش شد. رویای آزادی کتاب را قاپید و با یک حرکت جلدش را کند و باقی را به مدیر پس داد و حق به جانب گفت: متاسفم، وقت نداریم. مدیر سر تکان داد و بقیه کتاب را به من داد. یادگاری پدرته، بهتر دست شما باشه. رویا گفت: پیداش کردم و یک کلید کوچک از یک قسمت جلد بیرون کشید. مدیر گفت: کل کتاب رو با خودمون ببریم، ممکنه چیزی توش نوشته باشه. موافقت کردیم و به اتفاق آن سوی خیابان برگشتیم. جریان مطابق نقشه پیش رفته بود. در حالی که چندین نفر اسلحه‌شان را به سمت رانی سلطنتی نشانه رفته بودند، او روی زمین نشست و مثلا گریه کرد. یکی از مأمورین جلو رفت و بعد از اینکه مطمئن شد اسلحه قلابی است، با دلسوزی فرمان آزاد باش داد. زیبای زمان دقایقی پیش از آنجا رفته بود و رانی سلطنتی هم خیلی زود محل را ترک می کرد. زیاد فرصت نداشتیم. از اتاق زیر شیروانی بیرون آمدیم. پله ها را با احتیاط پایین رفتیم و همین که خواستیم وارد اتاق مطالعه شویم، یک نفر فریاد زد: ایست! سر جاتون وایسید! و گلوله به سمتمان شلیک شد. یکی، دوتا و دیگر نفهمیدیم چه کنیم. وارد اتاق مطالعه شدیم و اولین مبلی که جلوی دستمان رسید را پشت در گذاشتیم و بعد یک کمد را هل دادیم که با سر و صدا افتاد و پشت در را مسدود کرد. مشخص بود هر لحظه بر تعداد مأمورین آن سوی اتاق اضافه می شود. به در شلیک می کردند و به آن ضربه می زدند. کتابها را کشیدیم. در کتابخانه 10 سانت باز شد. بیشتر بازش کردیم و به داخل تونل پریدیم. با چیزی شبیه تبر داشتند در را می شکستند. اهرم داخل تونل را بالا کشیدیم. در کمی جلو رفت و ایستاد. فریاد زدم: چه اتفاقی افتاده؟ مدیر گفت: نمیدونم. اهرم را به سمت پایین کشید و دوباره بالا داد. در حرکت کوچکی کرد و مشخص بود اهرم درست کار نمی کند. داد زدم: بدوید، فقط بدوید. مدیر دستم را گرفت و به من و رویای آزادی نگاه دوخت. اگه اینجوری از اینجا بریم دنبالمون میان و پیدامون میکنن. من وظیفه خودم رو انجام دادم. دیگه بقیهش با شماست. خوشحالم به قولی که به والدینتون دادم عمل کردم. بعد بیرون پرید و با دست کتابخانه را به سمت داخل هل داد. برای زیبا نامه نوشتم، اما شما هم بهش بگید دوستش دارم. قبل از بسته شدن کتابخانه دستم را حائل کردم و با بغض گفتم: من اینجوری نمیرم، این کارو نکن. هدف ما بزرگتر و ارزشمندتر از زندگی من و توئه. آزادی یک ملت به موفقیت توی این مأموریت بستگی داره. ازتون میخوام با همه توانتون براش بجنگید. دستم را پس زدم و در را بست. دوباره تاریخ تکرار شد. من و رویای آزادی داخل تاریکی پستویی کتابخانه، در حالی که کسی با نثار جان خود از جان ما محافظت میکرد. این بار من دستهایم را دور او حلقه کردم. نفسهای آرامش بخشش به من میخورد. صدای درگیری سختی را آن طرف کتابخانه شنیدیم. کسی داد میزد: حتما از پنجره فرار کردن. به سمت انتهای تونل راه افتادیم. چند قدم رفته بودیم که صدای شلیک گلوله آمد. بغض رویا ترکید و بی صدا اشک ریخت. دستش را در دستم فشردم. خسته و بیرمق به انتهای تونل رسیدیم. سوار ماشین شدیم و با احساس شکست به کلبه بازگشتیم. تمام طول راه به این فکر می کردم که به زیبای زمان چه بگویم. احتمالاً رویا نیز به همین موضوع فکر می کرد. به مخفیگاه رسیدیم و با مکث و اکراه زنگ زدیم. در را باز کردند و شاد و سرخوش از اجرای نمایش بی‌نقصشان ما را نگاه کردند. نیاز به گفتن جمله این نبود. نبودن مدیر و قیافه های زار ما به اندازه کافی گویا بود. زیبای زمان ایستاد و به ما خیره شد. لیوان از دستش افتاد.
روی زمین نشست و گریه کرد. فصل 14. آوایبود.com 5 ساعت از اتاق بیرون نیامدم و هیچ صدایی نشنیدم. نه حرفی، نه موزیکی و نه حتی گریه‌ای. در خانه انگار همه مرده بودند. نمیخواستم بیرون بیایم. فشار گرسنگی مجبورم کرد. در واقع روی بیرون آمدن نداشتم. چطور در صورت زیبای زمان نگاه می کردم و می گفتم پدرت به خاطر نجات ما جانش را از دست داد. ولی آیا واقعا مرده بود؟ ای کاش مرده باشد، دستگیر نشده باشد. خود را دلداری دادم. کسی که برای خانه اش چنین راه فراری تعبیه کرده حتما برای خلاصی از این وضعیت هم فکری دارد. انگشتر حاوی سیانور یا درگیری منجر به مرگ. در هر حال او خوب می‌دانست در صورت دستگیر شدن چه عواقبی در انتظارش خواهد بود. آن صدای شلیک هم حتما به همین خاطر بود. دوباره قلبم به درد آمد. از اتاق بیرون خزیدم و به طرف آشپزخانه رفتم. سعی کردم بی سر و صدا راه بروم تا توجه کسی را جلب نکنم. ولی وقتی وارد آشپزخانه شدم دیدم زیبای زمان روی صندلی نشسته و کلید کوچک لای کتاب را بین 2 انگشتش در هوا نگه داشته است. یک چشمش را بسته و با چشم بازش روی کلید تمرکز کرده بود. انگار می‌خواست از ظاهرش بفهمد کجا را می‌تواند باز کند. خواستم بیرون بروم که صندلی کناریش را آرام به سمتم هل داد. کنارش نشستم. از غرور و جسارتش خبری نبود. انگار بیشتر اعتماد به نفسش را از پدرش می گرفت. گفت صفحات کتاب رو بارها و بارها نگاه کردم. هیچ نوشته یا اشاره‌ای مبنی بر اینکه این کلید کجا میتونه باشه وجود نداره. به نظرت شبیه کلید کجاست؟ سرم را کمی کج کردم و کلید را با دقت نگاه کردم. شبیه کلید صندوق اماناته. به نظر من هم. اما صندوق امانات کجا؟ رویای آزادی با نامه پدر وارد شد. به نظرم اگه جای مخفی کردن کلید رو اینجا نوشته پس بقیه آدرس ها هم داخل همین نامه است و آن را بار دیگر با صدای بلند خواند. دردآور است که ما وارثین آرزوهای یک ملت بودیم. راهی بس طولانی آمدیم و تصور کردیم به مقصد رسیده ایم. جنایت‌های نظام گذشته را دیده بودیم و رویای امنیت و آزادی در سر می پروراندیم. لمس آزادی بسی نزدیک می نمود. دست یکدیگر را فشردیم و زمانی که بیش از پیش به یکدیگر نزدیک بودیم مورد خیانت واقع شدیم. تناب دار مرا کسی بافت که قرار بود تنابهای ظلم را پاره کند. ندانسته در این دام افتادیم. باشد که خداوند ما را ببخشاید. یاور اول روز اعدام ساعت 10:02. اعداد را کنار هم نوشتیم. رانی سلطنتی هم به ما ملحق شد و روی صندلی 4 نشست. وای که در این جمع چقدر جای مدیر خالی بود. خلأ حضورش داشت خفه‌ام می کرد. حس کردم بقیه هم همین احساس را دارند. بلند شدم، پنجره را باز کردم و به یکی از کابینت ها تکیه دادم تا به این ترتیب جمعمان را به هم بزنم. پس از دقایقی سکوت رویا گفت ساعت را ناقص نوشته 10:02. قاعدتاً باید می نوشت 10:02. بابا آدم دقیقی بود. به نظرتون این میتونه یه نشونه باشه؟ همه روی این مطلب تمرکز کردیم. رویا آرام گفت 102 یا شاید 1002. رانی سلطنتی با هیجان فریاد زد 102 صندوق امانات 102 بانک مرکزی. گفتم حداقل 4 تا بانک هست که صندوق امانات با همین شماره دارن. رانی سلطنتی دست به پیشانیش کشید. درسته، ولی من این صندوق رو مدت‌ها میشناسم. من 8 سال مسئول انجام کارهای مالی شهربانی بودم.
آخر هر سال تعداد زیادی فاکتور آبونمان و سالانه برای شهربانی صادر میشد که باید پرداختشون میکردم. صندوق امانات شماره 102 بانک مرکزی هم همیشه جزو اونا بود. ما میدونستیم اون صندوق قاعدتاً جزو کارهای شهربانی نیست، ولی احتمال میدادیم یکی از مسئولین هزینه‌های شخصیش رو به حساب دولت میزنه. برای کسی مهم نبود. پول از جیب دولت پرداخت میشد و مبالغ اونقدر ناچیز بود که کنجکاوی کسی رو تحریک نمی‌کرد. تازه فقط این نبود. هزار هزینه غیر ضروری بود که اگه پیگیری میشد معلوم نبود به کجا و چه اشخاصی میرسه. مکسی کرد و نفسش را بیرون داد. یاور اول میدونست توی همچین حکومت‌هایی فساد مالی اونقدر فراگیره که پرداختی ناچیز یه صندوق امانات مورد توجه کسی قرار نمیگیره. ضمن این که افشای اسناد توی این سیستم‌ها چنان تاوان سنگینی داره که فقط به افشای فسادهای کلان میارزه، نه فسادهای روزمره و پیش پا افتاده. زیبای زمان گفت یاور اول حقیقتاً نخبه بوده. کاری کرده که 20 سال هزینه نگهداری اسناد سرنگونی نظام به وسیله خود نظام پرداخت بشه. رویای آزادی گفت چرا صندوق امانات رو به اسم مدیر نگرفته؟ بی درد سرتر نبود؟ زیبای زمان گفت دوروبرشون پر از خائن بود. اگه ارتباط بابا با اون اسناد لو میرفت، اون وقت هر دو خانواده نابود می شدن. برای یاور اول نجات بچه‌هاش اولویت اول بود. برخلاف اون چه به نظر میاد انتخاب درست و کم ریسکی بوده. اون میدونست توی دیکتاتوری مستدام افراد دلسوز مسئولیت ندارن و افراد شایسته جایگاهی به دست نمیارن. داشتم از این تعاریف احساس غرور میکردم که به یاد آوردم من هم یکی از همین مسئولین بودم. نقشه ساده بود. قرار بود یکی از ما به بانک مراجعه کند و با ارائه مدارک هویت جعلی سراغ صندوق امانات برود. مدارک را بردارد و از بانک بیرون بیاید. رانی سلطنتی گفت به هر حال داشتن کلید به معنای امکان استفاده از صندوقه و بانک ها اغلب از کنکاش در مورد مراجعهشون خودداری میکنن. زیبای زمان گفت من میرم. به خانوم ها کمتر مشکوکه. رویای آزادی وسط حرفش پرید. نه من میرم. بعد با صدای گرفته ای ادامه داد ما به پدرت قول دادیم که باقی جملهش را خورد و گفت در ضمن این صندوق امانات خانواده ماست. ممکنه برای ما نشونه یا یادگاری توش گذاشته باشن. همه موافق بودیم که این تصمیم بهتری است. چهره زیبای زمان به عنوان یک فراری احتمالاً مورد جستجوی بیشتری بود تا رویای آزادی. قرار شد صبح اول وقت نقشه را اجرا کنیم. رفتم که بخوابم اما خوابم نبرد. وقایع روزی که از سر گذرانده بودیم آنقدر دیوانه کننده بود که نمیشد راحت از کنارش گذشت. تصمیم گرفتم لیوانی دمنوش درست کنم و در خنکای شب بنوشم بلکه آرام بگیرم. وقتی وارد ایوان شدم زیبای زمان را دیدم. روی یکی از مبل‌ها نشسته بود و کاغذی در دست داشت. چند لحظه طول کشید تا بفهمم نامه پدرش است. چشمانش پر از اشک بود. اول خواستم تنهایش بگذارم، اما بعد فکر کردم باید با او حرف بزنم. امیدوار بودم بد و بیراهی بگوید، گله‌ای کند و مرا به بی‌عرضگی متهم کند. شاید کمی از سنگینی بار شانه‌هایم کاسته شود. جلو رفتم و گفتم متاسفم. به خاطر اینکه نتونستم مراقبش باشم. متاسفم. کنارش نشستم و با هم به منظره روبرو خیره شدیم. بعد از مدتی گفت خیلی کوچیک بودم که مامان ما رو ترک کرد. بابا همیشه میگفت اون ما رو دوست داشت ولی تحمل این زندگی پر از چالش رو نداشت. بابا برای من هم پدر بود هم مادر، البته در حد توانش. اینطور نبود که هیچ وقت به بچه‌های ماماندار حسودی نکرده باشم. اما لحظات گذرایی بود و این فقدان توی وجودم نهادینه نشد. میدونی فقط وقتی والدین داری میتونی مطمئن باشی حداقل برای یه نفر مهمترین چیز توی دنیایی. مهم نیست چقدر دوری یا چند سالته.
حتی مهم نیست موفقی یا یه بدبخت شکست خورده. تا وقتی فرزند یک خونه ای، در اون خونه همیشه به روت بازه و هر وقت از همه جا رونده شدی، جایی هست که با آغوش باز ازت استقبال کنن و با جون و دل ازت مراقبت کنن. چند لحظه سکوت کرد. بعد به سمتم برگشت و گفت: متاسفم که هیچ وقت این احساس رو تجربه نکردی. شوکه شدم. قلبم فشرده شد و شکست. حقیقت داشت. من هرگز فرزند کسی نبودم. هرگز در زندگی کسی مهمترین نبودم و هرگز در هیچ خانه ای بی توقع و منت به رویم باز نبود. ادامه داد: بابا همیشه نگرانت بود. هرگز فداکاری یاور اول و همسرش رو از یاد نبرد. اونها باعث شدن اون بالای سر خانواده‌اش و در واقع من بمونه و شاهد بزرگ شدنم باشه. امروز بابا دینی رو به پدر تو ادا کرد که 20 سال به گردن خودش احساس میکرد. حالا منم یتیم شدم. حالا من هم دیگه فرزند کسی نیستم و توی هیچ خونه ای کسی چشم انتظارم نیست. امشب من احساس تو رو توی این 20 و چند سال تجربه کردم و نسبت به والدینت همون احساس قدرشناسی رو دارم که پدرم داشت. بعد سر روی شانه‌ام گذاشت. آنقدر خالصانه و آنقدر صمیمانه که حس کردم همان اعتماد و فداکاری که بین پدران ما جاری بود بین ما هم وجود دارد. پس از آن شب تا امروز که خاطراتم را مرور می کنم دیگر هرگز چنین احساس عمیقی از صمیمیت و یکدلی را با زیبای زمان تجربه نکردم. او رفته رفته اعتماد به نفس از دست رفته‌اش را باز یافت و دوباره همان دختر مغرور و جسور سابق شد. رویای آزادی آماده رفتن بود. با لباس رسمی کشوری، عینک آفتابی، کیف دستی و موهای بسته، ظاهر یک خانم حدوداً 40 ساله را پیدا کرده بود. کاملاً مناسب منظور ما. کارت شناسایی و کلید را برداشت. پرسید: اگه کلید به صندوق نخوره ممکنه پلیس خبر کنن؟ بعیده، هول نشو. فقط بگو کلید رو اشتباهی برداشتی و دوباره برمیگردی. همین. دلم شور میزد. تا به حال هیچ نقشه‌ای بی دردسر پیش نرفته بود. در اتاقها میگشتم و کمد لباسها را زیر و رو میکردم. دنبال چیزی بودم تا بتوانم به کمک آن تغییر چهره دهم. مدتی بود ریشم را اصلاح نکرده بودم و این موضوع میتوانست پوشش خوبی برایم باشد. با ریش جوانتر به نظر می رسیدم. کافی بود فقط کمی چاشنی هنری به تیپم اضافه کنم. تازه فهمیده بودم این کلبه تصادفی انتخاب نشده است. احتمالاً محل قرارها و اجرای نقشه های گروه بود. در کمدها هر چیزی که برای تغییر هویت لازم بود پیدا می شد. حتی در یکی از کشوها چند فشنگ و شوکر پیدا کردم. یکی از کلاهگیس‌ها را انتخاب کردم با تیشرت گشاد و زیورالات بزرگ و چشمگیر. معمولاً کسانی که می‌کوشند این گونه جلب توجه کنند کمتر مورد سوء ظن مأمورین قرار می‌گیرند. وقتی با تیپ یک هیپی 18 ساله از اتاق خارج شدم چشم همه از تعجب گرد شد. رانی سلطنتی گفت: با این تیپ کجا میری؟ همراه خواهرم میرم. رویا در صدد اعتراض برآمد. با انگشت به سکوت دعوتش کردم. دفعه پیش تو به زور با من اومدی. پس این بار نمیتونی اعتراض کنی. همراهت نمیام. فقط نزدیکت میمونم. اعتراض نکرد. شاید حتی خوشحال هم شد. به هر حال حضورم برایش قوت قلب بود. روی یکی از مبل‌ها ولو شدم و گفتم: خب قضیه این خونه چیه؟ رویای آزادی گفت: لازم بود یه جایی رو توی حومه شهر داشته باشیم، جایی که کمتر دیده بشه. مدیر اینجا رو به اسم بابای من خرید. احتمال میدادیم تمام خونه های مدیر و دخترش تحت نظر باشه، ولی خونه گلفروش شهر اصلاً توی لیست مکانهای تحت نظر نبود. چند سال قبل از اینکه تو بیای اینجا یه اعتراض بزرگ توی دانشگاه اتفاق افتاد. خیلی بزرگتر از همبستگی همکلاسی ها. بانوی ارشد به خونین ترین شکل ممکن اعتراضات رو سرکوب کرد. 3 دانشجوی زخمی توی اتاق مدیر پناه گرفتن.
زیبای زمان وسط بحث پرید. مثلا میخواستن بابا رو گروگان بگیرن تا بتونن فرار کنن. رویای آزادی ادامه داد ولی وقتی مدیر پیداشون کرد اونقدر حالشون بد بود که به سختی نفس میکشیدن. مدیر با من تماس گرفت. اون زمان سال آخر رشته پزشکی بودم. نه همچین بیمارهایی دیده بودم و نه درمان کرده بودم. اما مدیر اصرار داشت اونها باید همینجا درمان بشن. اگه میبردیمشون بیمارستان حتما شناسایی میشدن و معلوم نبود چه بلایی سرشون بیاد. خلاصه کنم اون ستا درمان شدن. 3 ماه توی این کلبه مخفی شدن و بعد هم با کمک مدیر از کشور خارج شدن. رانی سلطنتی گفت یکیشون پسر من بود. بعد از اعتراضات تعداد زیادی دانشجو ناپدید شدن و هر از گاهی جنازه یکیشون یه گوشه شهر پیدا می شد. اینجا قیامت شده بود. خانواده ها از همه جای کشور اومده بودن و دنبال بچه هاشون می گشتن. هیچ وقت تصاویری که اون روزها دیدم رو فراموش نمی کنم. خودم هم با استیصال دنبال بچم می گشتم. مادرش به مرز جنون رسیده بود. یه روز مدیر اومد سراغم و به هم گفت حال پسرم خوبه. فقط بهتر دیگه دنبالش نگردم تا خودش با هم تماس بگیره. یه دستخط هم ازش به هم داد تا مطمئنم کنه. بعد از اون هر از چندی میرفتم پیشش و اونم پیغامی نوشته چیزی به هم میداد تا من و همسرم رو آروم کنه و بتونیم شرایط رو تحمل کنیم. چند ماه بعد پسرم از کشور دیگه تماس گرفت و گفت فرار کرده. از اون به بعد دیگه حتی راحت تلفنی صحبت نکردیم، چه برسه به اینکه بتونیم هم رو ببینیم. با اینکه اسمش توی لیست سیاه حکومت نیست میترسه. بیشتر میترسه که تماسهاش برای من دردسر درست کنه. از من بپرسی میگم زنم از غصه دوری تنها بچهش دق کرد و مرد. رویای آزادی ادامه داد. از اون زمان به بعد جون 13 نفر رو با اسکان توی همین کلبه نجات دادیم. این وسایلی هم که میبینی برای همین موقع هاست. رانی سلطنتی دست در جیب کرد و پاکت زردی را به طرفم گرفت. راستی این توی چمدون مدیر بود. فکر کنم برای توئه. قلبم فشرده شد. فکر کردم شاید نامه یا یادداشتی باشد. اما مدارک هویت جدیدم بود. با تعجب گفتم کی وقت کرد اینا رو سفارش بده؟ زیبای زمان با صدای گرفته‌ای گفت مطمئن بود میای. همش میگفت باید آماده باشیم. چند بار بهش گفتم به همون نزدیک شدن و وقتشه بریم. اما میگفت باید یک کم دیگه صبر کنیم. میدونستم منظورش از صبر کردن چیه. منظور تو بود. نمیتونست اینجا ولت کنه. بعد نفس عمیقی کشید و تلاش کرد بحث رو عوض کنه. ما همه آماده ایم تا چند روز دیگه از اینجا بریم. برنامه تو چیه؟ میخوای کسی رو بهت معرفی کنم که برای فرار کمکت کنه؟ رانی سلطنتی شانه بالا انداخت. فعلا قصد خروج از کشور رو ندارم. یه مدت گور به گور میشم تا بتونم اموالم رو به پول تبدیل کنم. بعد شاید پولهام رو برداشتم و رفتم پیش پسرم. زندگی تو هم خیلی تغییر کرد. آره، ولی چیزی نیست که بابتش متاسف باشم. در یکی از خیابان‌های شلوغ نزدیک بانک از ماشین پیاده شدیم و با فاصله کمی از هم به سمت بانک حرکت کردیم. چند دقیقه بعد از رویا وارد بانک شدم و محیط اطرافم را زیر نظر گرفتم. همه چیز روال عادی داشت. رویا در حال صحبت با یکی از متصدیان بود و بعد به طرف شخص دیگری راهنمایی شد. با نفر دوم هم گفتگوی کوتاهی کرد. دست در کیفش برد و کارت شناساییش را بیرون آورد. مدارک شناساییمان بی‌نقص جعل شده بود، اما هرگز نمیشد بدون اضطراب از آنها استفاده کرد. برای اینکه حضورم را در بانک توجیه کنم، یکی از فرم‌ها را برداشتم و شروع به پر کردن آن کردم. رویا همراه مردی که کارتش را گرفته بود از پله‌های گوشه سالن پایین رفت. داشتم نگاهشان می‌کردم که یکی از متصدیان به من اشاره کرد. تشریف بیارید، چه کاری از دستم برمیاد؟ اومدم حساب باز کنم. بله حتما، مدارک شناساییتون لطفاً. خب آخه ببخشید، انگار همراه هم نیست. خیلی شرمندم. اگه مدارک نباشه نمیتونم کاری براتون انجام بدم. مرد همراه رویا تنها از پله ها بالا آمد. قلبم تند میزد. گفتم یعنی هیچ کاری نمیشه کرد؟
با تعجب نگاهم کرد. معلومه که نمیشه. باید مدارک همراهتون باشه. دنبال موضوعی برای اتلاف وقت بیشتر بودم. فقط یه سوال دیگه. پدرم اینجا حساب داره. ممکنه من با رضایت خودش بتونم به حساباش دسترسی پیدا کنم و دیگه لازم نباشه خودم حساب باز کنم؟ انگشتانش را آماده تایپ کرد. اسم پدرتون لطفاً. باید نوع حسابش رو چک کنم. این چه سوالی بود که کردم. الان باید چه میگفتم؟ داشتم فکر میکردم که ماشین حمل پول رسید و 2 مأمور اسلحه به دست از آن پیاده شدند. با دیدن آن هیبت‌ها و اسلحه‌هایشان خاطرات دیروز در ذهنم زنده شد و ترس همه وجودم را فرا گرفت. آب دهانم را به سختی قورت دادم و گفتم ولش کنید. بذارید اول با خودش مشورت کنم، میترسم ناراحت بشه. متصدی لبخندی زد و سر تکان داد. به طرف خروجی راه افتادم. رویا از پله‌ها بالا آمد و به سمت در حرکت کرد. مشخص بود مضطرب است. کمی هول قدم بر می داشت. مرد راهنما وسط مسیر صدایش زد. خانم ببخشید. قلبم ریخت. یعنی مشکلی پیش آمده بود؟ رنگ از صورت رویا پرید. برگشت. مرد به سمتش آمد و دست دراز کرد. کارت شناساییتون جا مونده. رویا دست باچه آن را گرفت. ممنون، لطف کردید. و دوباره به سمت در راه افتاد. از کنارم رد شد و رفت. پشتش آرام راه افتادم. کم کم داشتم به اجرای درست نقشه مطمئن می شدم که دیدم یکی از مأمورین اسلحه به دست روی رویا متمرکز شده و رفتنش را با دقت تماشا می کند. پس از لحظاتی صدایش کرد. خانم با شما هستم، یه لحظه صبر کنید. و با چند قدم خود را به او رساند. فرصت تصمیم گیری نداشتم. از پشت نزدیکشان شدم. فکر کردم باید از همین زاویه ضربه‌ای به او وارد کنم و اسلحه را از دستش بگیرم. بقیه مراحل فرار کاملا بستگی به شانسمان داشت. یاد حرف مدیر افتادم. هدف ما بزرگتر و ارزشمندتر از زندگی من و توئه. آزادی یه ملت به موفقیت ما توی این مأموریت بستگی داره. فکر کردم حتی به قیمت جانم هم شده باید رویای آزادی را با مدارک فراری دهم. کاملا پشت مأمور قرار گرفتم. آماده وارد آوردن ضربه بودم که رویا گفت لطف کردید. فکر کنم قفلش خراب شده. در لحظه آخر کنار کشیدم و آرام از کنارشان رد شدم. ناخواسته ضربه آرامی به مأمور وارد کردم. مشکوک نگاهم کرد. دستم را به نشانی عذرخواهی بلند کردم. ببخشید ندیدمتون. و به راهم ادامه دادم. به رویا نگاه نکردم. میدانستم ترسیده، حتی بیشتر از من. شنیدم که مأمور گفت دستبند قشنگیه. از دور دیدم از آستین لباستون آویزون شده. حد زدم الان باید بیفته. بقیه حرفا را نشنیدم. دور شدم و وقتی سوار ماشین شدیم رویا سراسیمه گفت حرکت کن، فقط از اینجا بریم. من و رانی سلطنتی نگاهش کردیم. گفت مدارک دستمه، فقط بریم. امروز 2 بار نزدیک بود خودم رو لو بدم. از خدا خواستم نگوید. 1 بار هم نزدیک بود من عملیات را نابود کنم. ترجیح دادم بقیه فکر کنند حداقل در این عملیات بی‌نقص عمل کردم. 1 ساعتی میشد که پشت میز آشپزخانه دور هم نشسته بودیم ولی هیچ کدام حرفی نمی زدیم. به انتهای مسیر رسیده بودیم. مدارک جلوی ما بود و آنها را به دقت خوانده بودیم. همانقدر معتبر بود که مدیر می گفت و همانقدر رسوا کننده. به نظرتون چی میشه؟ حتما از حکومت خلع میشه. کی جاش رو میگیره؟ حتما یه آدم بهتر. اگه آدم بدتری باشه چی؟ مگه بدتر از مستدام هم داریم؟ نمیدونم، نداریم؟ معلومه که نداریم. مستدام حکومت رو غصب کرده و زندانها پر از آدم حسابیه. اگه یکم فضا باز بشه کلی آدم شایسته هست که حکومت رو به دست بگیره. به نظرتون الان منتشرش کنم یا فردا صبح؟ به نظرم همین الان. حتی یه لحظه رو هم نباید از دست بدیم. دفعه آخر که یکم تعلل کردن قضیه 20 سال عقب افتاد. درست میگی. من هم موافقم. فصل آخر. avogaboo.com از پیچ پایین خیابان میگذرم و به سوی پارک محله سرازیر میشوم. قلاده 2 سگ، یکی از نژاد دوبرمن و دیگری ژرمن شپرد،
در دستانم است. سرعتم را با آن دو که به خاطر بیرون آمدن هیجان زده‌اند هماهنگ می کنم. خانه ما برای حضور همزمان این دو سگ کمی کوچک است. اما چه می شود کرد؟ اکنون دیگر مثل یک خانواده شدیم. اوایل اقامتمان در کشور جدید بسیار احساس غربت می کردیم و حضور این دو پایگاه عاطفی محکمی برای من و رویای آزادی بود. 3 سالی می شود که ساکن اینجا هستیم. کمتر از 1 هفته بعد از انتشار اسناد از مسیر مورد نظر مدیر به منطقه شرقی رفتیم و از مرز زمینی از کشور خارج و به سفارت این کشور پناهنده شدیم. با توجه به شرایط خاصمان کارها خیلی سریع پیش رفت و ظرف 6 ماه در خانه جدیدمان بودیم. البته ما جزو افراد خوششانس بودیم. تنها 2 روز بعد از خروج ما ارتش تمام مرزها را تحت کنترل شدید گرفت تا امکان خروج یا بهتر بگویم فرار نیروهای خدمتگزار مستدام را بگیرد. به پارک می رسم و در محوطه مخصوص حیوانات قلاده سگهایم را باز می کنم. از خوشحالی روی پای خود بند نیستند و احساس آزادی می کنند. حداقل من می دانم چه احساس شیری نیست. پس از ورود به اینجا در یک فروشگاه بزرگ به عنوان صندوقدار مشغول به کار شدم. با پول اندکی که توانسته بودیم با خود بیاوریم خانه کوچکی اجاره کردیم. چون پناهندگی سیاسی داشتیم ابتدا کمی از هزینه‌های ما را دولت تقبل کرد و کمک بزرگی به گذران زندگیمان شد. زندگیم اینجا بسیار محقرتر از زندگی قبلیم است، اما احساس خوشبختی بیشتری دارم. احساس آزادی مهمترین حسم است. روحم از تلاش برای آزار دیگران رها شده و دائم با ترس توطئه و نگرانی خیانت به اطرافیانم نمی نگرم. اکنون خانواده‌ای دارم که مرا به یک زندگی عاطفی پیوند می دهد و کمک می کند تمام خلأهای وجودم را پر کنم. فقط آدمی مثل من که سالها محرومیت کشیده می تواند ارزش چنین چیزی را درک کند. مدتی است رویا با پسری اهل همینجا قرار می گذارد و چند هفته پیش اعلام کردند قصد ازدواج دارند. وقتی این موضوع را فهمیدم مضطرب و افسرده شدم. فکر از دست دادن دوباره او حسابی مرا به هم ریخت و کمی طول کشید تا با محبتهایش دوباره اعتمادم را جلب کند. متقاعدم کرد که دیگر قرار نیست یکی دیگری را ترک کند و فقط خانواده‌مان دارد بزرگتر می شود. به تشویق او این روزها خودم هم با یکی از همکارانم دوست شدم. اوضاع خوب پیش می رود، اما هنوز نگفتم در گذشته چه هیولای وحشتناکی بودم. می ترسم بفهمد و ترکم کند. رویا دلداریم می دهد. می گوید من گذشته را جبران کردم، اما آیا واقعا همینطور است؟ آیا کشور ما بعد از مستدام به سعادت رسید؟ ای کاش می توانستم بگویم بله. ای کاش داستان ما پایان خوشی داشت و ملتی که اسیر چنگال یک دیکتاتور وحشتناک بود به کمک دستان توانای یک منجی به آسایش و آزادی می رسید. اما در دنیای واقعی وقایع جور دیگری رقم می خورد. هیچ دیکتاتوری یک شبه به وجود نیامده که یک شبه از بین برود. هم به وجود آمدنش بستر مناسب می خواهد و هم از بین رفتنش. هیچ فردی به تنهایی قادر نیست مروج ظلم و ستم باشد مگر دستان افراد زیادی مجری اهداف او باشد و روح بیشتر ملت پذیرنده تفکرات او. هرگز فساد در رأس هرم یک کشور به وفور صورت نمیگیرد مگر افراد کف هرم با اشتیاق انجام آن را آرزو کنند. هرگاه دیدید مردم یک جامعه منافع شخصی و جزئی خود را به منفعت جمعی ترجیح می‌دهند، بدانید آن کشور راهی بس طولانی در رهایی از چنگال بیداد و ستم دارد و هرگز نمی‌توان به چنین ملتی آزادی و آزادگی را از بالا هدیه داد. بعد از انتشار اسناد اوضاع کشور به هم ریخت. مستدام ابتدا آنها را تکذیب کرد و بعد در صدد فرار برآمد، اما دیگر دیر شده بود. 10 روز بعد ارتش کودتا کرد و مستدام قبل از خروج از کشور دستگیر شد. همزمان عده زیادی از افرادی که در نظام سابق در سمت‌های مهم بودند نیز دستگیر شدند.
کشور تا چندین ماه درگیر هرج و مرج بود. مردم با نگرانی و ترس از قحطی آذوقه ذخیره می‌کردند. دارو نبود و اقتصاد مملکت دچار رکود وحشتناکی شده بود. قرار بود پس از کودتا و سرنگونی مستدام حکومت به یک دولت موقت از طیف میانه رو تسلیم شود و مراحل انتقال حکومت با برگزاری انتخابات صورت پذیرد. اما فرماندهان ارتش پس از کودتا از تحویل حکومت به بهانه‌های مختلف سرباز زدند و در نهایت 1.5 سال بعد با فشارهای داخلی و خارجی زیاد موافقت کردند کاری را انجام دهند که ابتدا بر آن توافق کرده بودند. 2.5 سال پس از کودتا اولین جلسه دادگاه مستدام تشکیل شد. از تلویزیون پیگیر آن بودیم. عجیب بود. مستدام دیگر آن رهبر کاریزماتیک، خشن و قاطع سابق نبود، بلکه یک پیرمرد فرتوت و دست از همه جا شسته بود که حتی برای حضور در دادگاه هم به پرستار نیاز داشت. وقتی لیست اتهاماتش خوانده میشد، باور نمی کردی او حتی از این جنایات مطلع باشد، چه برسد به اینکه مستقیما در آنها دست داشته باشد. از طرف ارتش چندین بار با ما تماس گرفته شد که به عنوان فرزندان یاور اول و همسرش در دادگاه حاضر شویم، چرا که اعدام پدر و مادر ما یکی از اتهامات اصلی او بود. ولی ما نمی خواستیم و نه در این شرایط بازگشت به کشور را عاقلانه می دیدیم. گفتیم هرچه هست در پرونده ها موجود است و ما چیز بیشتری نمی دانیم. دادگاه همچنان ادامه دارد و هر جلسه پرونده های بیشتری به لیست اتهامات او اضافه می شود و تو هر بار فقط از خودت می پرسی مگر یک نفر می تواند تقاص چه میزان جنایت را پس بدهد؟ رانی سلطنتی تصمیم گرفت در کشور بماند. تصور می کرد با توجه به خدمتی که کرده در دولت جدید احتمالاً می تواند جایگاهی برای خود دست و پا کند. بعد از کودتا دستگیر شد و به عنوان راننده سرپرست ارشد مورد بازجویی‌های سخت قرار گرفت. وقتی متوجه عملکرد او در وقایع شدند، آزادش کردند و بدون هیچ سپاسگزاری از اصل حکومت کنار گذاشته شد. با پسرش خیلی بیشتر از قبل تماس دارد و یک بار هم به دیدنش رفته است. اکنون یک کتاب فروشی دایر کرده و مشغول کار است. گاهی در مغازه‌اش جلسات گفتمان فرهنگی بین جوانان ترتیب می‌دهد. دفعه قبل که صحبت کردیم گفت اگه مشتاق تغییرات پایدار هستیم باید گفتمان‌ها و تفکرات رو تغییر بدیم. تغییرات باید از کف جامعه بجوشه و به رأس برسه وگرنه دوام نداره. اگه به عقب برگردم حتما معلم مدرسه میشم تا بتونم یه نسل روشنفکر و مسئول تربیت کنم. تلفنم زنگ میزند. رویای آزادی است. منتظر پرنس است تا با هم ملاقات کنند. میخواهد برای نهار به آنها بپیوندم. قبول میکنم. از بین ما فقط زیبای زمان علاقمند به امور سیاسی باقی ماند. وقتی 3 نفری به اینجا رسیدیم، او برعکس من و رویا خیلی سریع فعالیت‌های سابقش را از سر گرفت. اما این بار نه مخفیانه و غیرقانونی. پله‌های موفقیت را طی کرد و توانست به عنوان نماینده اقلیت مهاجر به پارلمان راه یابد. سپس هنگام کار با ولیعهد دربار سلطنتی آشنا شد و پس از مدتی با او ازدواج کرد و تبدیل شد به اولین پرنسس خارجی تبار کشور. در حال حاضر منتظر تولد اولین فرزند خود است. اگر اوضاع به همین ترتیب پیش برود تا چند سال آینده عنوان ملکه را از آن خود می کند. مدتها بعد از تغییرات دنبال ردی از پدرش گشت، اما چیزی پیدا نکرد و سرانجام متقاعد شد پدرش در درگیری خانه‌اش جان باخته است. اخیراً مادرش پیدا شده و تلاش می کند ارتباط از دست رفته ایشان را بازسازی کند. ما هنوز مثل قبل با هم دوست هستیم و از طریق او به بعضی مهمانی‌های مهم دعوت می‌شویم. ما جان خود را مدیون یکدیگر می‌دانیم و این مانند رشته‌ای قلب‌هایمان را به هم متصل نگه می‌دارد. به ساعتم نگاه می‌کنم. وقت رفتن است. باید سگ‌ها را به خانه برگردانم و برای نهار به دیگران ملحق شوم. قبل از آن باید به مغازه عکاسی بروم و هدیه عروسی رویا را بگیرم و تا نیامده پنهان کنم.
چند وقت بعد از رسیدنمان به اینجا فرصت کردم کتاب وطن و آرزوهای ناکامش را مطالعه کنم. کتابی که مدیر در بحرانی ترین شرایط به من هدیه داده بود. وقتی به صفحات وسط کتاب رسیدم، عکسی از خانواده ایمان پیدا کردم که در اثر گذر زمان فرسوده شده و به صفحات چسبیده بود. حدس میزنم پدر و مادرم آن را آنجا گذاشته بودند. احتمالاً آخرین عکس 4 نفره ایمان بود. در عکس من 2 ساله هستم و رویا 7 ساله. همگی شادیم و میخندیم. اول میخواستم به رویا نشانش دهم، اما بعد تصمیم گرفتم آن را در مناسبتی به او هدیه دهم. اکنون زمانش فرا رسیده. مطمئناً از دیدنش خوشحال خواهد شد، همانطور که من هر بار با دیدنش شاد میشوم. به سمت خانه راه میافتم و با خودم زمزمه میکنم. دردآور است که ما وارثین آرزوهای یک ملت بودیم. راهی بس طولانی آمدیم و تصور می‌کردیم می‌توانیم ملت خود را آزاد و از دیکتاتوری ظلم نجات دهیم. غافل از اینکه یک ملت باید ابتدا خود ناجی خود باشد. هر فردی باید در آغاز دیکتاتور کوچک درون خود را مهار کند و برای کشور و ملتش آماده فداکاری و گذشت از منافع شخصیش باشد، وگرنه ظلم و فساد از طبقه‌ای به طبقه دیگر و از گروهی به گروه دیگر خواهد رسید و هرگز از بین نخواهد رفت. ما ندانستیم یا شاید نخواستیم راه اصلاح را این چنین دشوار ببینیم. باشد که خداوند ما را بابت چنین اهمالی ببخشاید. امید ملت در زمان آزادی، ساعت 10:02. پایان کتاب.